أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سوره مبارکه بقره هست و سوره بقره سوره مدنی هست. از اون سوره هایی هست که در اوایل زندگی مدینه طیبه نازل شد. 87مین سوره هست که نازل شد بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم. طولانی ترین سوره قرآن کریم هست. آیاتش 286 تا آیه هستند. 40 رکوع هست و سوره هست که مشتمل بر مباحث بسیار زیادی هست. مباحث مختلف توحید، رسالت، جهاد، انفاق، امور انتظامیه، امور مصلحه. بیشتر این 6 تا مبحث در این سوره مبارکه هستند. این سوره برای این هم فضائل بسیار زیادی ذکر شده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم سوره بقره و سوره آل عمران را فرمود که اینها 2 تا ابر هستند در روز قیامت، یا 2 گروهی که از پرندگان مثل ابر سایه می افکندند بر انسان، سایه می اندازند کسانی که اینها را می خوانند. و همچنین فرمود که اقرأوا سورة البقره، سوره بقره را بخوانید، فإن أخذها برکه و ترکها حسره. گرفتن این سوره برکت هست، ترک این سوره و توجه نکردن حسرت میشه، باعث حسرت میشه. ولا یستطیعها البطله، کسانی که در مسیر باطل باشند نمیتوانند. لذا کسی که حق باشد میتواند این کار را بکنه. این در صحیح مسلم هست. در ترمذی روایت دیگه هست که ان لكل شیء سنام و سنام القرآن البقره. در هر چیزی کوهانی دارد و کوهان قرآن مجید بقره هست. سنام هم به این گفته شده، فسطاط هم گفته شده به سوره بقره در روایت ها. فسطاط یعنی خیمه. خیمه ای هست که تمام مطالب قرآن مجید در این هست. همونطور که عرض کردم، مطالب توحید، رسالت، آخرت، جهاد، انفاق و امور انتظامیه، امور مصلحه مثل نماز، حج، زکات، معاملات، نکاح، طلاق، عده، قصاص، وصیت، رهن، قرض. همه این مطالب در این سوره ذکر شدند. لذا سوره ای هست بسیار کامل، بسیار جامع، که الله عزوجل برای هدایت و راهنمایی و اصلاح زندگی ما انسانها و بالخصوص ما مسلمانان نازل فرموده. این سوره را بقره میگویند. بقره از نظر زبان عربی به معنی گاو هست، چون در
بخشی از این سوره ذکر گاو بنی اسرائیل آمده که قابل توجه است. بنی اسرائیل با وجود این همه زحمت موسی علیه السلام و رسالتی که موسی علیه السلام انجام دادن، باز هم ناسپاسی کردن، به سوی عبادت گاو رفتن. انجام و نتیجه چی شد که درسی هست، درس عبرت بسیار خوبی هست. اما ابتداءً مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته. سوره مبارکه فاتحه را شما خواندید. در دو تا ربط خدمت شما عرض می کنم. یک ربط اسمی هست که اسامی این سوره ها را از نظر اسم گویا با هم دیگر ربط دارن، و یک ربط معنوی هست، همون مطالبی که در سوره ها هستن. ربط اسمی در سوره فاتحه شما خواندید ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث توحید فی العبادت و توحید در دعا و استعانت بود. حالا اونجا که بود عبادت میکنیم فقط تو را خدایا و عبادت استعانت میطلبیم فقط از تو، در سوره بقره میخوانیم که مثل بنی اسرائیل نیستیم که گاو را عبادت کنیم و از گاو کمک بخواهیم. یا عبارت عربیش اینطور میشه، هم در این ربط سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، همه این سوره ها در این ربط اسمی آمده. میشه اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة ولا نعبد ولا نستعين البقرة كما فعل اليهود والمشركون ولا نعبد ولا نستعين آل عمران كما فعل النصارى ونؤدي حقوق النساء سورة النساء ونؤدي حقوق النساء رغبة ونؤتي صدقاتهن نحلة بخشي مهورشان را میدیم. فانزل علينا مائدة انعامك و افضالك في الدنيا والآخرة. پس اون مائده و سفره نعمت و رحمت را و فضل را به ما بده. پس این عرض کنم که ربطی هست که همه این سوره ها را از نظر اسمی شامل میشه. اما ربط حقیقی و ربط معنوی این سوره باب فاتحه، شما در سوره فاتحه خواندید اهدنا الصراط المستقیم، از خدا هدایت خواستین. حالا در سوره بقره خداوند عزوجل اجابت فرمود و آن هدایت را راهنمایی فرمود. ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اون هدایتی که دنبالش هستی ای مومن، این کتاب است، مطالب این کتاب، مباحث این کتاب، در اونها هدایت است. ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. و ربط دیگر معنوی، ربط دوم معنوی، شما در سوره مبارکه باز هم ایاک نعبد و ایاک نستعین را خواندی در فاتحه. توحید فی العبادت، توحید فی الدعا. خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، از تو کمک میخواهیم. خب عبادت و استعانت به الله عزوجل اختصاص داده شده. مدعای اون سوره همین میشه، خلاصه اون سوره همین میشه که خلاصه کل قرآن است. حالا همین مدعا در جای جای سوره مبارکه بقره ذکر شده. حداقل در 3 جا مدعا ذکر شده. اول شما میخوانید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، در رکوع سوم، اول رکوع سوم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. بعدا شما میخوانید و الهکم اله واحد. بعد در آیت الکرسی میخوانید الله لا اله الا هو الحی القیوم. پس بار بار در این سوره همون مبحث توحید فی العبادت می آید. پس مضمون
این هر دو سوره، موضوع این هر دو سوره گویا یکی هست، توحید فی العبادت هست. خب این ربط بود و مناسبت بود که خدمت شما عرض شد. حالا سوره را آغاز می کنیم. در آغاز سوره و در ابتداء سوره هست بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. مختصری درباره این حروف که حروف مقطعات گفته میشه و همچنین از متشابهات هستند، ما قبلا خواندیم اینا حروفی هستند مقطعات. مقطعات میگن چون تکه تکه قطعه قطعه خوانده میشه. مثلا علم نمیخوانیم، علم نمیخوانیم، الف لام میم جدا جدا میخوانیم. یا حامیم میخوانیم، حم نمیخوانیم. به این خاطر مقطعات میگویند. اما اینها چرا به این صورت آمده اند؟ خب الله بهتر میداند. تمام اهل تفسیر نوشتند که خدای عزوجل مراد اینها را بهتر میداند. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درباره مراد اینها توضیح نداده. اون چیزی که روایت هست از بعضی از صحابه که منسوب است به بعضی از صحابه، بالاخره چیزهای ظنی هستند، قطعی نیستند. مثلا بعضی اینو گفتند که الف یعنی الله، لام یعنی جبرائیل، میم یعنی محمد. الله قرآن را به وسیله جبرائیل بر محمد نازل می کند یا نازل کرد. خب اینها این مسائل ظنی هستند، اینها یک سری مسائلی هستند که قطعی نیستند، از هیچ روایت صحیحی ثابت نشده. و اصلش اینه که این حروف اونطوری که علما میفرمایند از علوم اختصاصی به الله عزوجل هستند. تفسیر کبیر و تفسیر روح المعانی نوشته درباره الف لام میم و حروف مقطعات: هذا علم مستور و سر محجوب. علم پوشیده ای هست، سر نامعلومی هست که استأثر الله تبارک و تعالی به، که خداوند فقط میدوند و خداوند به خود اختصاص داده، کسی دیگه نمیداند. جای دیگه تفسیر کبیر نوشته: لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور. و از عبارت دیگری دارد هم روح المعانی هم کبیر: سر الله تعالی فلا تطلبوه. اینا اسرار الهی هستن، شما دنبال نکنید. که یعنی چه؟ بعضی معتقدند که اینا اسامی سور هستند. مثلا اسم این سوره بقره هم است، الف لام میم هم است. اگر این باشد خب خیلی سوره ها مشترک میشن. وقت میگیم که مثلا این الف لام میم بقره، اون الف لام میم لقمان، مثلا اون الف لام میم عنکبوت، به این صورت اون الف لام میم روم، اسم سوره ها هستن بعضی میگویند. و عرض کنم خدمت شما بعضی معتقدن که اینها حروف تحدی هستند. تفسیر بیضاوی از قول کشاف این را نوشته و همین را توضیح داده که اینها حروف تحدی هستند. تحدی یعنی به مبارزه طلبیدن. گویا به وسیله این حروف مشرکین به مبارزه دعوت داده می شوند، طلبیده می شوند، چون اونها درباره قرآن شک داشتند. به اونها گفته میشه که اون کتابی که شما شک دارید، این کتاب مرکب است از حروفی که شما جملات خودتون را از همون حروف درست میکنید. شما اگر شعری میگید، نظمی، نثری، از همین حروف الف و لام و میم. پس این حروف از یک عالم دیگه آورده نشده. مواد این کتاب موادی نیستن که در دسترس شما نباشد. همین حروفی که شما استفاده میکنید. لذا بیارید مثل این قرآن اگر میتونید. این قرآن حروفش از الف لام میم حام میم
عین سین قاف از اینا درست شده. شما بیارید مثل این، آیا می توانید؟ بالاخره اونها عاجزن، نمی توانند. علی ای حال خلاصش اینه که این حروف اختصاص دارند به الله عزوجل. الله علم اینها را داره. حالا ببینید شاید این سوال بشه که چرا خدای عزوجل چیزی که ما نمیفهمیم در کتاب خودش آورده. از اینجا عجز ما، ناتوانی ما انسان ها، ولو اینکه هر چقدر عالم باشیم، علامة الدهر باشد، مفسر بزرگ باشد و عرض کنم که فیلسوف زمان باشد، باز هم بلد نیست و خدا فقط میدوند. لذا عجز انسان ظاهر میشه. و همچنین خیلی از احکام هستند که فلسفه اون احکام را ما میدونیم، بسیاری از احکام هستند فلسفه شون را نمیدونیم. مثلا نماز میدونیم برای چیه، زکات چیه، حج برای چیه، روزه برای چیه. بالاخره هر یکی از اینها حکمتی دارن، فلسفه‌ای دارن، منفعتی دارد. اما خیلی از احکام هستند که انجام میدیم نمیدونیم فلسفهش چیه. مثلا سعی بین صفا و مروه، درسته مادر هاجر دویده، ولی ما چرا الان بدویم؟ دستور داده خدا، حکمتش را نمیدانیم. یا رمی جمار را با سنگ میزنیم. خب سیدنا ابراهیم اون زمان ابلیس را زد که میخواست وسوسه بکنه، اما الان ما چرا بزنیم؟ ولی خیر اینا دستور خداست، میگیم چشم. لازم نیست هر چیزی که انسان میداند انجام میدهد یا میخواند فلسفهش را بداند، معنایش را بداند. این مثل اونها، این متشابهات، چه عرض کنم که حروف مقطعات باشه چه متشابهات دیگر، مثل همون احکامی که فلسفهشان را ما نمیدانیم، اینا هم آیاتی هستند که میخوانیم ولی مفهومشان را نمیدانیم. بعضیا معنای لفظیشون را میدانیم، الرحمن علی العرش استوى، اما مراد را درباره مراد شک و ظن هست. خدای تعالی هم درباره همین نوع حروف و متشابهات فرموده در اول سوره مبارکه آل عمران: هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات و اخر هن ام الكتاب و اخر متشابهات. آیات دیگه هستند متشابه. انسانی که مریض دل باشد، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، او دنبال میکنه متشابهات را، قیل و قال میکنه. اما وما يعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الى آخره. پس حروف متشابهات به این دلیل الله عزوجل آورده که خدای تعالی خودش را ترجیح داده به علم اونها و ما بلد نیستیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این تمهید است، مقدمه هست. خلاصه مطالب را عرض کردم که بیشتر توحید، رسالت، جهاد هست، انفاق هست، امور مصلحه، امور انتظامیه که همه احکام، چه احکام عبادی باشند چه احکامی که مربوط به معاشرت هستند، معاملات هستند، بیع و ربا، همه اینها در این سوره ذکر شده. ذالک الکتاب، ذالک اشاره به بعید هست. بعضی میگویند آن کتاب یعنی معهود فی الذهن، کتابی که در کتابهای گذشته نوید و بشارتش داده شده بود، در تورات و در انجیل. آن کتاب لا ریب فیه، هیچ شکی در او نیست. در چی نیست؟ عرض می کنم. بعضی میگن نه، ذالکه
بالاخره اشاره به این کتاب است بعید، چون که مقام این کتاب بسیار بلنده، جایگاهش و مرتبهش بسیار بلنده، گویا ما در یک جایگاه بسیار دون و پایینی هستیم، اشاره به دور می اون کتاب بزرگ. خب در کتاب شک نیست. از چه جهت شک نیست؟ شک نیست از این جهت که از جانب خداست. القرآن یفسر بعضه بعضا. در آیات دیگه آمده لا ریب فیه من رب العالمین، لا ریب فیه من رب العالمین. از این جهت که از جانب رب العالمین هست هیچ شکی در اون نیست. از کجا انسان بدونه که شکی نیست؟ انسان وقتی که به حقایق قرآن نگاه بکند، واقعاتی که قرآن بیان کرده، چه این واقعات مربوط به احوال ماضی باشد، اقوام گذشته، قوم عاد، ثمود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم فرعون و صدها قوم هستند و صدها واقع هستند که قرآن بیان کرده، چه اون واقعاتی که قرآن بیان کرده، چه اونهایی که مستقبل و در آینده هستند. خب در زمان نزول قرآن خیلی چیزها را که درباره آینده خدا پیش بینی فرمود. مثلا درباره همین مشرکین چه فرمود؟ سیهزم الجمع و یولون الدبر، این جمع شکست میخوره مثل موش فرار میکنه. شد یا نشد؟ در بدر شد. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. میخوانید همین شد یا نشد؟ همونطور شد. یعنی چه احوال گذشته چه احوال آینده را، واقعاتی را که بیان میکنه، وقتی که نگاه میکنه همه درست، هیچ شکی نیست. چه اون حقایق مربوط به فلکیات باشه، خیلی از دانشمندان امروز به اون نتیجه میرسن که اون چی که قرآن میگه درسته. چه مربوط به حیاتیات باشه، انسان باشه، غیر انسان، طبیعیات باشه، هیچ در اینها شکی نیست. تحقیقات علم، دانش، ساینس به اصطلاح کم کم به همین حقایق میرسه و اگر جای اختلاف هست ما میگیم این ضعف انسانه، این هنوز انسان علمش چیه؟ نرسیده به اونجا. خیلی چیزها هستن که در گذشته انکار میکردن، الان اقرار میکنند، الان قبول میکنند. پس هیچ شکی در این قرآن نیست. ببینید هیچ شکی نیست. از چه جهت شکی نیست؟ یکی که گفتم از این جهت که از جانب رب العالمین است، بعضی از مصادیق را عرض کردم. اما شک که گاهی میآید از دو جهت هست. یکی این که خود اون چیز مشکل دارد، گاهی ذهن انسان، فهم انسان در او خللی هست. اینجا این مطلب بیان شده که قرآن از این جهت که کلام الله است در خود اون شک نیست. چون یه سوال اینجا وارد میشه که خیلی ها هستن که در این شک کردند، درباره قرآن شک کردند، گفتن کتاب خدا نیست. الله عزوجل می فرماید فی نفس الامر شک نیست، یعنی حقیقتا نفس الامر، واقعیت شک نیست. اما وقتی امکان داره شک واقع بشه از این جهت که فهم مخاطب چی دارد؟ مشکل دارد. اون را هم خدای تعالی علاجش را بیان فرموده در رکوع سوم که و این کنتو فی ریب مما نزلنا. پس این دعای با هم تعارض نیستند. فی نفس الامر، فی حقیقت الامر شک نیست. اما شما به خاطر فهم قاصر خودتون اگر شک دارید، و این کنتم فی شک مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب شما یک سوره بیارید. اونجا شک را به اون صورت برطرف میکنه. پس خود قرآن کریم بسیار واضح هست، بسیار روشن هست، مثل وضوح آفتاب، مثل روشنی خورشید. اگر کسی
در این شک داشته باشه قطعا چشمای خودش مشکل داره. چشماش اگر نبیند پس این مقصر چشمش هست، خورشید مقصر نیست. یا خیلی دیگه بر خورشید اگر عیبی بگیرن این عیب از خودشون هست. بعضی مثال های نامناسبی هم هست که بنده سر درس قرآن عرض نمی کنم. لذا بعضی وقتها خود انسان مشکل داره. پس اینجا که لا ریب فی چی هست؟ فی حقیقت الامر، فی نفس الامر. اگر کسی شک کرده که این سوال را اگر امکان داره کسی مطرح بکنه، به خاطر بالاخره فهم قاصرش هست، سوء فهم خودش هست. لذا الله می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فی، این کتابی که در تورات بشارتش بود، در انجیل بشارتش بود، این کتاب است که هیچ شکی از این جهت که از جانب رب العالمین است در این نیست. هدی للمتقین، هدن به معنی هادی هست. وقتی که مبالغه بشه هدن میگوین، مثل زید علم. زید وقتی که زید که خود علم نیست، زید تحصیل حاصل کننده علم است، عالم است، اما وقتی که علم اینقدر زیاد حاصل کرده که مبالغه میکنیم میگم زیدون علم، اصلا خود علم شده. زیدون عدل، اینقدر عدالت داره که زید شده خود عدل. پس اصل این کتاب هادی است، اما چنان هادی است که هدن خودش شده هدایت. هدن للمتقین، عرض کنم که هدایت است برای متقیان. ببینید هدایت برای متقیان چگونه برای متقیان؟ منظور اینه که همون مثالی که قبلا عرض کردم، از نور خورشید انسان بینا استفاده میکنه. کسی که نابینا باشه یا کسی که چشماش را ببنده او نمیتوانه چی بکنه؟ استفاده بکنه. اون در عین روز روشن هم تو چاله میفته. کسی که چشماش را ببنده یا چشماش دید داشته نباشه. پس از این جهت فرمود هدی للمتقین، چون مستفیدین من القرآن کسانی هستند که از خدا میترسند. زمینی از باران استفاده میکنه که اون زمین چی باشه؟ حاصل خیز باشه، شورزار نباشه، سنگلاق نباشه. به این معنی هست هدی للمتقین. اما اینکه هدی للناس آمده در قرآن کریم از جهت نشان دادن راه هست. همون معنی هدایت را از یک تقسیم گفتم به معنی عرض کنم که ارائت الطریق، از این جهت که راه را نشان میده. برای همه مردم هدایت است، برای کافر و مسلمان، مشرک و موحد. اما مستفیدین من الآیات کی هستند؟ چه کسانی از قرآن تذکر میگیرند، پند میگیرند؟ متقین. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، به وسیله قرآن کی را بترسان؟ اونی که در وجودش خوف است، تقوا است. خب حالا یه سوال دیگه، اینجا قیل و قال زیاده، باید مختصر میکردیم، مطالب مهمتری در آینده داریم، لذا آخر اینا گاهی به ذهن میاد. اونی که متقی هست او دیگه هدایت شده هست. اونی که متقی هست او دیگه کامل است. چطور او را هدایت میده؟ بالاخره تحصیل حاصل نیست. به این خاطر میگن للمتقین، یعنی الصائرین الی التقوا، کسانی که در مسیر تقوا میخواند راه برند، کسانی که میخوان متقی بشند. لذا قرآن برای اونها هدایتی هست. هدی للمتقین. اما متقیان کی هستند؟ الله عزوجل 5 وصف برای متقیان بیان میفرماید. چون که
این و اوصاف برای متقیان بیان میشه، اون وقت ازداد اینها هم بیان میشه. دو گروه دیگر که در مقابل متقین هستند، در مقابل مؤمنین هستند، یکی کفار و یکی منافقین. یکی کفار که 100 درجه عرض کنم تضاد دارند با متقین، اینا در مسیر ایمانن، اونا در مسیر کفرن، اینا در مسیر پرهیزگاریان، اونا در مسیر معصیت و شرکند. دوم منافقین که ظاهرشون مال اینهاست، باطنشون مال اونهاست. لذا اون اوصاف که ذکر میشوند بعد از این ربطش را الان دارم عرض میکنم به مناسبت این هست، تعرف الاشیاء بازدادها. لذا متقین کیا هستند؟ الله می فرماید الذین یؤمنون بالغیب، آنهایی هستند که ایمان به غیب دارند. ایمان به غیب دارند یعنی چه؟ ایمان دارند به ما غاب عنهم، آن چیزی که از چشما چیه؟ غائب هست. یا عرض کنم که حاضر نیست. بعضی غیب را تفسیر کردن و ترجمه کردن، معنا کردن، مثل علامه آلوسی میگه الغیب ما لا یقع تحت الشعور. غیب آن است که تحت الشعور واقع نشه، یعنی انسان را درک نمیکنه. ولا یقتضیه بداهة العقل. شعور عرض کنم اون اسباب به شعور که هستند، حواس انسان، حواس خمسه، تحت اونها نیست. یعنی دیده نمیشه، شنیده نمیشه، لمس نمیشه، بویده نمیشه، با عرض کنم که بداهت عقل فهمیده نمیشه. اما با وجود این همه ما میگیم بله هست، چون خدا میگه. مثلا فرشته نه دیدیم، نه شنیدیم، نه لمسش کردیم، نه درک میکنیم چیه، جنات، قیامت، همه اینها، ولی چون خداوند میفرماید تسلیم. پس این هست غیب. الغیب ما لا یقع تحت الشعور، تحت شعور واقع نمیشه. ولا یقتضیه بداهة العقل، یعنی با عقل انسان به صورت بدیهی و ضروری بدون دلیل نمیفهمد. پس به اون مغیبات مؤمنین چی دارند؟ ایمان دارند. اولین چیزی که الله عزوجل از بندگانش انتظار دارد بالغیب ایمان داشت. خود خدای عزوجل مصداق اوله، خدا را ندیدیم گرچه آثار قدرتش را میبینیم، دلائل وجودش را میبینیم. لذا به خدا و به وحدانیت و یگانگی و چون دلائل یگانگیش را هم میبینیم، ایمان داشته باشیم. پس اینها هستن متقین. این صفت اول ایمان، تا ایمان نباشد عمل به درد نمیخورد. پس اول باید ایمان باشد و بعد از ایمان نوبت عمل. و یقیمون الصلاة، و اقامه میکنن نماز را. اقامه کردن نفرمود و یصلون، فقط خواندن کفایت نمیکنه، بلکه اقامه لازم هست. اقامه نماز یعنی چه؟ تفسیر جلالین بسیار مختصر و زیبا تفسیر کرده. یقیمون الصلاة یعنی یأتون بجمیع حقوقها، یا یأتون بحقوقها. نماز را انجام میدن با تمام حقوقش. حقوق نماز، شرایط نماز، آداب نماز، ارکان نماز، هر چی هستند. مثلا شرطش وقت است، شرطش طهارت بدن است، طهارت لباس است، طهارت مکان است، استقبال قبله هست، نیت هست، تمام شرایط داخلی و خارجی که بی خارجی را شرایط میگن، داخلی را چی میگن؟ ارکان میگن. شروط الصلاة و ارکان الصلاة، با تمام شرایط ظاهری و باطنی. اون خشوع، خضوع، استحضار،
با همه اینها در وقت، در بهترین ساعت وقت، افضل ترین وقت، اگر اول هست اول وقت، اگر آخر است مثل عشاء آخر وقت، بالاخره اینها را همه را که رعایت بکنیم جماعت، این اون وقت میشه اقامه نماز. به این خاطر قرآن مجید عرض کنم که یصلون نمیگن، نماز خواندن نمیگن، هر جا هست اقیم الصلاة میگوید. این شرایط را باید یک مسلمان رعایت بکند. لذا الله می فرماید الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. الله عزوجل بعد از ایمان دو تا از احکام و اعمال را ذکر می کند، دو تا از عبادات را. یکی عبادت جانی و بدنی که سرتاج همه عبادت های جانی چی هست؟ صلات هست. و دوم عبادت مالی. برای تکمیل ایمان هر دو لازم است. اگر کسی نماز خوب میخواند اما صدقه و زکات اصلا نمیدهد، این ایمانش خلل دارد، مشکل دارد. لذا دومی و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما رزق دادیم به اونها خرج میکنند. و مما رزقنا، ببین اینجا نفرموده که زکات میدن، فرموده و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما به اونها رزق دادیم. بسیاری از علما میگویند که این قضیه هست، قضیه قیاساتها معها هست. این و مما رزقناهم ينفقون چی است؟ قضیه قیاساتها معها، یعنی این جمله جمله ای هست و این قضیه قضیه ای هست که دلیلش با خودش هست. چرا من پول خودم را خرج بکنم؟ خدا میگه من بهت دادم، من میگم خرج کن. و مما رزقناهم، این دلیله خرج کردنه. چرا خرج بکنیم؟ ما دادیم، ما هم دستور میدیم. پس هنوز ينفقون را نیاورده، قبل از اون چی را آورده؟ مما رزقناهم. بله، حالا مراد از این چی هست؟ بسیاری میگند مراد زکات، زکات فرضی هست که یک چهلم مال، یک چهلم از مال هست. بسیاری میگویند که تنها زکات اینجا مراد نیست، همه صدقات مراد است، همه خرج کردن ها مراد است. چه انفاق واجب مثل زکات باشه و انفاقی که در راه جهاد بشه هم واجب است، چه انفاقی که بر زن و بچه میکنی اونم واجب است، اونا را هم شامل میشه، چه اونی که اضافه بر سازمان که نفل میشه، تطوع میشه، بر فقیر میکنی، همه اینها هست. چنانچه تفسیر خازن میگه و یدخل فیه انفاق الواجب كالزکات والنذر والانفاق على النفس وعلى من تجب نفقته عليه والانفاق في الجهاد اذا وجب عليه. اینا همه صورت های واجب هستند. مثل چی؟ كالزکات، مثل زکات. نذر کردی اینو باید واجب بدی. انفاق بر نفس، برای خودت خرج کن تا از گرسنگی نمیری، اگر کسی خرج نکنه گناهکاره. و علی من تجب نفقته علیه، اهل و عیال که نفقهش بر ما واجبه، پدر و مادر پیر که نفقه واجبه. والانفاق فی الجهاد اذا وجب علیه، انفاق در راه جهاد وقتی که شرایطی باشه که بر ما واجب بشه، اونها را هم شامل میشه. و هم انفاق های نفلی را، والانفاق فی المندوب و هو صدقه التطوع، صدقه نفلی. و مواسات الاخوان، همدردی کردن با برادران، با قوم، قبیله، خیش، تبار، همه اینها. و هذه كلها مما يمدح بها، همه اینها از اون مواردی است که اینجا در آیه به اونها پرداخته شده و مدح اونها و تعریف اونها آمده. و بعضی حتی از این هم عامترش میکنند، بعضی از این هم عامترش میکنند. ببینید تنها میگویند که انفاق مالی نیست، رزق
رزق تنها به مال گفته نمیشه. بعضی ها را خدا رزق دیگه داده، مثلا به شما خدا علم داده، علم هم یک رزقی هست. اللهم ارزقنی علما نافعا نمیخوانیم؟ ارزقنی. پس علم هم رزقه، توانایی که الله به شما داده هم رزقه، عملی که خدا میده اون هم رزقه، عمل مقبول. پس هر چی که خدا داده، اگر مال داده مال، حتی بعضی میگن و مما رزقناهم ينفقون، یعنی و مما علمناهم يعلمون، اون علمی که ما به اونها دادیم اون علم بخل نمی کنند، به بقیه میآموزند، به بقیه یاد میدهند، لذا شامل همه چیز میشه. لذا الله می فرماید و یقیمون الصلاة، مؤمنین متقین کسانی هستند که نماز را برپا می دارند. و مما من تبعیضیه هست، همه مال را خدا نگفته، بعضی از مال را، بعضی از آنچه که ما به اونها رزق دادیم، ینفقون، آن را خرج می کنند در راه الله. این سه تا صفت شد. صفت چهارم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کسانی هستند که ایمان می آورند به قرآن، به آن قرآنی که نازل شده بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ما انزل من قبلک، و همچنین به آن کتابهایی که نازل شده قبل از شما. به ما انزل الیک ایمان تفصیلی هست به همه آیات قرآن، به تمام احکام و دستورات قرآن. و ما انزل من قبلک، این ایمان اجمالی هست به تورات و انجیل، همین قدر که از جانب خدا نازل شدند، به این هم ایمان دارند. و صفت پنجم، و بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت آنها یقین دارند، به آخرت آنها یقین دارند. ببینید به آخرت ایمان و یقین همان گونه که قرآن گفته. حالا ببینید در اوصاف متقین سه وصف اول شما خواندید، کسانی که ایمان بالغیب دارند. یک یهودی، یک مسیحی، یک کتابی میگه منم دارم. و یقیمون الصلاة، او میگه منم نماز میخونم بر اساس شریعت خودش. و مما رزقناهم ينفقون، او میگه منم. اما دو وصف دیگر را ندارد. دو وصف دیگر شاید برای این هست، چون تکمیل هست، برای این هست که عرض کنم شامل اونها نشه با اون شرایطی که اونها دارند. وصف چهارم چیه؟ یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اونها به پیغمبر ایمان نداشتند، به قرآن ایمان نداشتند. و وصف پنجم را هم اونها ندارند. و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین داشته باشند. ببینید اون یقینی که لازم هست اهل کتاب به آخرت ندارند، و ایمانی دارند که ایمانشون نسبت به آخرت ایمان ناقصی هست، ایمان کاملی نیست. و بعضی از اهل خرافات مسلمان نماها هم همین طور هستند. مثلا ببینید اونها درباره آخرت، اولا در تورات و انجیل زیاد ذکر آخرت نیامده، اونقدر که در قرآن آمده، در قرآن پرداخته شده و در قرآن اهمیت داده شده. سوره های مختلفی که موضوعشون خاصتا آخرت است، فقط آخرت است. اصلا سوره ها اسمشون قیامت است. سوره قیامت، سوره واقعه، سوره قارعه، اینا همه سوره های قیامت هستند. در تورات اونقدر پرداخته نشده، تفصیلی که در قرآن آمده در اون کتاب ها نیامده، چون این بالاخره آخرت قرآن جامع تر است. و دیگه اونها ایمانی داشتند که اون ایمان به درد خودشون میخورد. اونها میگفتند لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى،
جنتی هست اما این جنت مخصوص ماست. یهودی ها می گفتن الا من کان هودا، فقط ما یهودی ها میریم. مسیحیان می گفتن نه فقط ما مسیحیان میریم. ما اونجا عیسی مسیحی داریم که هر کسی به او ایمان داشته باشه، هم او ایمانی که اونها میگویند، یعنی ایمان به الوهیت عیسی، به ابنیت عیسی که فرزند خدا هست علیه بالله. اونها هر کسی ایمان داشته باشه عیسی مسیح دستش را می. امروز این تبشیری ها مسیحی ها همین را تبلیغ می. اصلا ممکن نیست تا به عیسی ایمان داشته نباشه به بهشت بریم. همونطور که خیلی از مسلمان های خرافاتی یک سری شخصیت های را ذکر می کنند که این شخصیت تا وقتی که با اون شرایط و با اون اوصاف قبولش داشته نباشی راهی برای بهشت وجود ندارد. برای همه چک بهشت او می نویسد، رسید بهشت او صادر می کند. تا زمانی که این عیناً مثل همون عقیده مسیحیان هست یا نیست، تا زمانی که او بالاخره رسید را صادر نکند، یادداشت نده، تا اون زمان به بهشت نمیریم. در حالی که اینها همه خلاف اون چیزی که در قرآن مجید هست. یا مثلا یهودی ها می گفتن وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، فقط ایام معدودی ما اگر بریم در جهنم میریم، همون ایامی که پدران ما گوساله را پرستیدند. اگر یا مسیحیان میگویند هر چی که گناه کردید و با این گناهانتون استحقاق آتش و جهنم را دارید، فقط در ایام کریسمس بیایید به کلیسا، همون یک حضور باعث بخشودن تمام گناهان عمر میشه. در بالاخره خرافاتی که وجود داره در بعضی مسلمان نماها هم همین است. هر کاری که کردید اشکال نداره، فلان روزهای خاص بیایید فلان مراسم را انجام بدید، با فلان شرایط دیگه چی هستید؟ به بهشت میرید. لذا این همه آیات اگر به عمق این آیات بریم، به این آیات دقت بکنیم، رد همه این خیالات باطل هست. الله می فرماید کسانی که ایمان آوردن به آنچه که نازل شد به سوی تو، ایمانی درد میخوره که کاملا از اول تا آخر مطابق قرآن باشه. اگر ذره ایمان با قرآن تطبیق داشته نباشه و بقیه خرافات نقش داشته باشه، این ایمان را دور بنداز. باید ایمان کاملا طبق قرآن باشه. و ما انزل من قبلک، و همچنین آنچه که نازل شده قبل از شما، و بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت هم آنها یقین دارند. همون یقینی که بازم قرآن میگه. پس این 5 صفت هستند مال متقین. این 5 صفت را اگر کسانی داشتند، دارندگان این صفت را الله تعالی می فرماید اولئک علی هدی من ربهم. این افراد، این گروه، اولئک اشاره به کی هست؟ مشار الیه اولئک ای المتصفون بما تقدم یا المتصفون بهذه الصفات، کسانی که این صفات را دارند. یا المتصفون، تفسیر ابن کثیر نوشته المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب و اقام الصلاة والانفاق من الذي رزقناهم الى آخره. تفسیر معالم نوشته ای اهل هذه الصفات، دارندگان این صفات علی هدی من ربهم، اینها بر هدایت هستند از جانب ربشان. این نتیجه ثمره دنیویه بنویسی، این نتیجه این صفات است در دنیا. کسانی که این صفات را داشتند اسمشون در دنیا هست چی؟ مهتدون، هدایت یافتگان، علی هدی من ربهم. این مدالی هست، این امتیازی هست از جانب پروردگار، صفتی است که از طرف خدا بهشون داده شده.
و ثمره اخرویه چی هست؟ و اولئک هم المفلحون، و اینها هستند دارندگان این صفات، هم المفلحون، فقط اینها هستند رستگاران. ببینید هم المفلحون، هم مبتدا هست یا نیست؟ مفلحون خبرش هست. معمولا مبتدا معرفه میاد و خبر چی میاد؟ نکره میاد. باید باشه هم مفلحون، اما اینطور نیامد، هم المفلحون. هر دو تا که معرفه بیایند سری اونجا هست، نکته اونجا هست. سر و نکته اینجا چیه؟ یکی که حصره، دوم کمال است. فقط اینها هستند رستگاران. و کمال یعنی هم المفلحون یدل انهم الکاملون فی الفلاح، اینها هستند کاملون فی الفلاح. غیر از اینها هم شاید مفلح باشن ولی کامل فی الفلاح نیستند. مثلا مسلمانانی که مرتکب کبائر می شوند، اون به دلیل توحید و ایمان رستگاره، اما کامل فی الفلاح نیست. امکان داره اول بره غوطه بخوره، اول شکنجه بشه، اول تازیانه بخوره. لذا تفسیر مظهری نوشته یدل علی انهم الکاملون فی الفلاح، اینها در فلاح کاملا. فیلزم ان یکون صاحب الکبیره غیر کامل فی الفلاح. تفسیر کبیر نوشته اونی که مرتکب گناه کبیره میشه اون در فلاح کامل نباشه. بله، پس این نتیجه آخرت. در آخرت اینها رستگارند، کامیابند، بهشتیند. اما این گروه اول بود و این صفات متقین. عرض کردم به طبع صفات متقین صفات ازداد اونها هم ذکر میشه. ازداد متقین غیر متقین یعنی کافرین و منافقین. لذا الله تعالی گروه دوم را ذکر میفرماید ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. همانا آنهایی که کفر کردند برابر هست بر آنان. أأنذرتهم، اینکه بترسانی آنها را، ام لم تنذرهم، لا، یا اینکه نترسانی، لا یؤمنون، آنها ایمان نمی آورند. آنها ایمان نمی آورند. ببینید، اول من سوالی و اعتراضی مطرح بکنم تا مفهوم را و مباحث بعدی را شما بفهمید. الله عزوجل می فرماید بترسانی یا نترسانی ایمان نمی آورند، در حالی که خیلی از کفار ایمان آوردند. همه صحابه قبلا غیر مسلمان بودند، نه کافر بودند. دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم باعث شد اونها ایمان بیاورند. خیلی از مشرکین، بسیاری از یهودیان، بسیاری از نصارا، بعدم بلاد دیگر ایرانی ها، مجوسی ها، رومی ها، مسیحیان، اینا ایمان آوردند. اهل یمن و اهل مصر و اهل شام اینا ایمان آوردند. پس چطور میفرماید که کفار چه بترسانی چه نترسانی؟ عرض به خدمت شما، همونطور که شما در باره الف لام خواندید، الف لام چند نوع هست. الف لام استغراقی داریم، جنسی داریم، عهدی داریم، عهد خارجی، عهد ذهنی، معهود ذهنی. الذین که اسم موصول هست، اسم موصول هم چندین نوع. اینجا مطلق تمام کفار، جنس کفار که جنسی باشد یا استغراقی باشد، تمام کفار مراد نیستند. این الذین عهد خارجی هست، کفار خاص مراد هستند. مراد از الذین کفروا مطلق کفار نیستند.
هزاران کافر به آن حضرت صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند. مراد قسم خاصه. کدوم کفار هستند؟ همون کفاری که حق را شناختند، از روی عناد، از روی تعصب انکار کردند. اینها که گرفتار تعصب شدند، لذا موعظه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای اونها تأثیری ندارد. پس مراد از این کفار کی هستند؟ الذین سطروا الحق عنادا. الذین کفروا یعنی چه؟ الذین سطروا الحق عنادا. مثل، خب بعدا خیلی ها مشخص شدن، مثل مشرکین مکه، همچون ابو جهل، ابو لهب، ولید ابن مغیره، عتبه، شیبه، و همچنین مثل رؤسای اهل کتاب، همچون حیی بن اخطب، کعب ابن اشرف. تفسیر ابو سعود اینها را نام برده. اینها مراد هستند. پس اینجا مراد این نوع کفار هستند. مثل فرعون که عرض کردم سطر الحق عنادا. درباره فرعون قرآن چی میگه؟ وجحدوا بها، فرعون و فرعونیها، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انکار کردن اما یقین داشتن. واستيقنتها انفسهم، نفسا و قلبا اونها چی؟ یقین داشتن حق درسته. چرا انکار کردن؟ ظلما و علوا. بیچاره بر خود ظلم کردن و از روی استکبار و تکبر. یا درباره عرض کنم که یهود، ملاهای یهود میاد فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. منتظر رسول خاتم بودند. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. وقتی که آن چیزی که او را می شناختند پیششان آمد، کفر کردند. بنابراین پس منظور از الذین کفروا کیا هستند؟ الذین ستروا الحق عنادا، کفار خاص مراد هستند. اونایی که حقیقت را می دانستند از روی تعصب. امروز هم کسانی که واقعیت را می دانند و گرفتار حماقت و تعصب هستند، گرفتار نخوت و غرور هستند. اینا هم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. شما به جای خود پیغمبران بیان تبلیغشون بکنند، هم ایمان نمی آورند. پس یکی از سوالات شما که گاهی فکر میکنید چرا بعضی همه چیز را میدانند باز هم ایمان نمی آورند، همینه که فرعون هم میدانست، ابو جهل هم میدانست، یقین داشتند. الله میفرماید سواء علیهم، برابر هست بر آنان، انذرتهم ام لم تنذرهم، این که آنها را انذار بفرمایی یا انذار نفرمایید، لا یؤمنون، آنها ایمان نمی آورند. بالنسبه به دلیل عناد. این ثمره دنیویه ایشون هست. چرا ایمان نمی آورند؟ علت چون که وقتی که اونها عناد از خود نشان دادند، تعصب از خود نشان دادند، گمراهی را برگزیدند و باز در راه اون گمراهی استقامت کردند، جدال بالباطل کردند، با اهل حق مبارزه کردند. دارم اشاره میکنم به تمام درجات ضلالت. به دلیل این عمل کرده سوءشان خدای تعالی بر اونها مهر جباریت زد. ختم الله علی قلوبهم، الله عزوجل مهر زد بر دلهای اونها. و علی سمعهم، الله تعالی مهر زد بر گوشهای آنها. و علی ابصارهم غشاوه، و الله عزوجل بر چشمان اونها پرده گذاشت. ولهم عذاب عظیم. این نتیجه دنیوی بود، حالا نتیجه اخروی. بنویسی ثمره اخروی. ولهم عذاب عظیم، برای اونها عذاب بسیار بزرگ هست. این نتیجه اخروی هست. خب بعضی قیل و قال ها را
عرض می کنم چرا درباره قلوب و سمع مهر فرمود، برای ابصار غشاوه فرمود، پرده را ذکر فرمود، به دلیل اینکه جهت دید چشم یک جهت است، فقط انسان جلوی خودش را میبیند. وقتی نگاه میکنی جلو را میبینی، حالا بالا را من نمیبینم، پشت سر را نمیبینم، راست و چپ را نمیبینم. خب برای این همون یک پرده کافیه، جلوش بنداز دیگه نمیبیند. اما برای سمع، برای فهم قلب یک جهت نیست، جهات مختلفی. صدای از پشت سر بیاد میشنوم، صدای از بالا بیاد، از پایین بیاد، از راست، از چپ، از جهات ششگانه، هر جهتی بیاد میشنویم. همچنین مطلبی که از هر جهت باشه درک میکنیم، چه از بالا باشه چه از پشت سر باشه. بنابراین برای قلوب و سمع چنین چیزی لازم است که تمام جهات را ببندد. اینجا مهر فرمود که مهر احاطه میکند، تمام جهات را چی میکند؟ میبندد. اما برای چشم این مهر لازم نیست. به این دلیل هست که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم فرمود و علی ابصارهم غشاوه فرمود. ولهم عذاب عظیم، اینم نتیجه اخروی. اما سؤال اینجا مطرح میشه، اون سؤال این است که از قرآن معلوم میشه خود خداوند عزوجل اونها را محروم فرموده. خدا راههای هدایت را بسته، راهی وجود نداره، پس او بیچاره ها مقصر نباید باشند. تکلیف ما لا یطاقه. عرض به خدمت شما، اگر شما به اون مقدمه‌ای که عرض کردم در تقسیم ضلالت توجه بفرمایید که امروز هم اشاره کردم، این اشکال خود به خود مرتفع میشه که اگر مهر خورده به دلیل عناد خودش بوده، به دلیل ضلالت خودش بوده، هر اثری که از سوی پروردگار میاد به خاطر اختیاری که در وجود خود انسان است. و به زبان ساده تر بگم، الله عزوجل انسانها را که محروم میفرماید به سبب عملکرد خودشون هست. همین مهر جباریت را خداوند در سوره تطفیف چگونه تعبیر میفرماید؟ کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. زنگار، اونجا تعبیر به چی میشه؟ زنگ گرفتن، زنگار. دلهایشون زنگ گرفته، یعنی دلهایشون از هدایت محروم شده. چرا؟ چه چیزی محرومشون کرده؟ ما کانوا یکسبون، اون چی که خودشون کسب کردند، عملکرد خودشون دلهای اونها را چی کرده؟ زنگ زده و راه را مسدود کرده. متوجه هستید؟ و بیشتر متوجه بشید، ببینید خدای تعالی برای اینکه انسان هدایت بشه اسباب زیادی برای هدایت در وجود انسان گذاشته. اولا حواسی که خدای تعالی به ما داده، خدای تعالی به ما اسباب علم داد، بفهمیم، ببینیم، بشنویم، درک کنیم. الله می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، از شکم مادر شما را پیدا کرد. اول که لا تعلمون شیئا، چیزی نمی فهمیدید. لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید، نه علمی داشتید نه فهمی داشتید، اما تمام اسباب علم را به شما داد تا راه را ببینید، بدانید. چیکار کرد؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. این مرحله اول. باید انسان با چشم گوش ببیند کائنات را، فکر بکند، عقلش را به کار ببرد. اما بعدا خدا به اینها بسنده نکرد،
به اینها اکتفا نکرد، دلائل آفاق را و دلائل انفس را که این دلائل موجب تشخیص حق و باطل هستند، اینها را جلوی ما گذاشت. اینها را به ما فرمود که ما اینها را به شما نشان داریم میدیم. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما نشان میدهیم آیات خودمون را، آیات قدرت را، فی الآفاق و فی انفسهم. انسان به درون خودش نگاه میکنه، سبحان الله چه سیستم پیچیده ای هست. در عالم نگاه میکنه چه نظام مرتبی هست در این دنیا، همه چیز روی نظمه، همه چیز روی ترتیبه. طلوع خورشید یک ثانیه جلو عقب نداره، غروبش همچنین، ماه، ستاره ها، تمام کارهایمون روی یک نظم خاصی انجام میگیره. ساعاتمون، جمعه ما، پنجشنبه ما، ماه ما، حقوق ما، کار کردن ما، ساعت، شب، روز، استراحت، تمام وعده های ما، حج ما، روزه رمضان، همه اینها بر همین ها مرتب است، نه؟ همین نظام است. خوب تهش برید و فکر کنید. لذا سنریهم آیاتنا و فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. باز خدای عزوجل به اینم اکتفا نکرد. خیلی انسان ها هستند کودن شاید باشند، متوجه نشند. باز برای اینکه بیشتر تقویت بکنه انبیا را فرستاد که اون انبیا بگویند، اونا گوش زد بکنند، اونا از طرف خداوند دلائل را بیارن، روشن بکنند در همین آفاق. لذا مرحله بعد رسلا مبشرین و منذرین، الله فرستاد پیامبرانی را، ای ارسلنا رسولا، ما فرستادیم رسولی را که به شما هم مژده بدن و انذار بکنن، همه چیز را به شما بگن. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، بعد از ارسال رسول هیچ دیگه عذری برای شما نباشد، دلیل و حجتی برای شما نباشد. ببین این همه کارها را خدا کرد، هم در درون خداوند اسباب علم داد، هم در آفاق، هم در انفس، هم برای گوش زد و یادآوری پیامبران را فرستاد. بعد از این هم یک انسانی، بعد از تمام مراحل یک انسانی میگه نه مرغ یک پا داره، به همون حرف خودش اصرار داره و هیچ چیزی را قبول نداره. خب این آیا لیاقت داره که خدا بگه برو برای همیشه محروم؟ پس انسان با وجود این همه اسباب علم و هدایت، اسباب روشنی و بصیرت، باز هم انسان انکار می کند، این انسان واقعا لیاقتش همین مهر جباریت است. لذا این ظلم نیست، این جزایش است. الله می فرماید ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. اینا بنویسی پایین شد، همه اینها به سبب اعمالهم. توضیحش را عرض کردم. این گروه دومه. گروه سوم که بین مذبذبین بین ذلك، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، اون گروه از همه خطرناک تر است. این گروه منافقین هست که ظاهرش یکیه، ظاهرش از گروه اوله، عابد، زاهد، مؤمن، متقیه، اما باطنش از گروه دومه، نه با اینه نه با اونه. الله می فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله، این شرش، خطرش خیلی بیشتر است. من تبعیضیه هست. و من الناس، بعضی از مردم هستند آنهایی که من یقول آمنا بالله،
اونهایی که میگویند ما ایمان داریم به خدا و بالیوم الاخر و به روز آخر، یعنی ادعای ایمان هم به مبدأ هست، ابتدا آفرینش از خدا است نه، و هم به معاد. و ما هم بمؤمنین، اما خداوند میفرماید اینها مؤمن نیستند، اینها کلا مؤمن نیستند. چرا؟ چون که اینها با زبان میگویند، ایمان ندارند. اما مبدأ و معاد را ذکر فرمود، بقیه در وسط هر چی باشه اول و آخر، بقیه تحت اون داخل هستند. اما الله عزوجل نفرمود که اونا به خدا ایمان ندارن، اما کلیتا نفی کردند الله تعالی از اونها و سلب کردن از اونها ایمان را. این تاکید بیشتره، با هم برای تاکید بیشتره. پس چرا اینطور میگویند؟ اینها که اینطور میگویند در واقع فریب میدهند. کی را فریب میدهند؟ یخادعون الله. این غرض یقولو هست. چرا میگه آمنا؟ یخادعون الله، فریب میده خدا را. العیاذ بالله، خدا چطور فریب میخوره؟ خدا از فریب پاک است. بعضی میگویند که اینجا مضاف مقدره، یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله والذین آمنوا و مؤمنین، یعنی خدا را و مؤمنین. و بعضی میگویند که نه، یخادعون الله مراد از یخادعون الله هم مؤمنین هستند، والذین آمنوا تفسیرش هست، یعنی مؤمنین را. چون کسی با بندگان خدا هر رفتاری بکند گویا با خدا کرده. شما اون حدیث قدسی را مرور کردید و شنیدید که الله عزوجل می فرماید که من مریض بودم به عیادتم نیامدی، گرسنه بودم به من نان ندادی الی آخره، که بنده میگه خدایا تو پاک هستی، چطور تو مریض بودی؟ میگه فلان بنده هم مریض بود به عیادتش نیامدی، فلان بنده هم نادار بود به اون ندادی. لذا اون چیزی که برای بندگان هست در واقع تعبیر میشه برای خود خدای عزوجل. به اعتبار اون یخادعون الله یعنی مؤمنین را، والذین آمنوا یعنی کسانی که ایمان آوردن، اونها را فریب میدهند. اما وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اینها فریب نمیدهند مگر خودشان را. وما یشعرون، اما اونها شعور ندارند، اونها درک ندارند. چرا؟ عدم شعورشان از این هست که نتیجه این خداع به خودشون برمیگرده، چون وبال این خداع، جزای این خداع برای خودشون است، خودشون آخر عذابش را میبینند. فی قلوبهم مرض، الله عزوجل تعبیر دیگه میفرماید در دلهای اونها مرض است. مرض یعنی چه؟ ببینید شک و نفاقی که در دلهایشون هست اون را الله عزوجل تعبیر میفرماید به مرض. بعضی میگویند که مرضی که خدا تعبیر میکنه همین جهلی که در درونشان هست، سوء عقیده‌ای که اونها دارن، عداوت پیغمبر و تمام چیزهایی که در دلهایشون هست، همه اینها را خدای تعالی مرض میگوید. فزادهم الله مرضا، خداوند در اونها می افزاید از نظر مرض، یعنی مریضیشون را خدا بیشتر می کند. حالا سوال این است که خدای تعالی چطور مرضشون را بیشتر می کند؟ ببینید اونها نسبت به پیغمبر عداوت داشتند، هرچه پیغمبر به پیش میره عداوتشون بیشتر میشه. مرض بیشتر میشه یا نمیشه؟ اونها نسبت به مسلمانان حسادت داشتند، هرچی که مسلمانان ترقی میکنند حسادت اونها چی میشه؟
بیشتر میشه، پس مرضشون بیشتر میشه. اونها نسبت به آیات الهی کفر دارند، انکار دارند. خب هرچی که آیات بیشتری نازل میشه کفر اونها چی میشه؟ بیشتر. امروز مثلا که 100 تا آیه نازل شده او کافر است به 100 آیه، فردا 200 تا میشن او میشه کافر به 200 آیه، پس مرضش چی میشه؟ لذا این ازدیاد مرض به این اعتبار است. دقت بفرمایید، علامه آلوسی نوشته فزادهم الله مرضا زیادت الله مرضهم، این که خدا مرضشون را اضافه میکنه به این صورت: اما بتضعیف حسدهم بنعم الله علی رسول صلی الله علیه وسلم والمؤمنین، چون خداوند روز به روز بیشتر میکند نعمت خودش را بر رسول، بر مؤمنین، اونها هم روز به روز مرضشون بیشتر میشه، بیشتر میسوزند. و ظلمت قلوبهم، یعنی که اضافه مرض به خاطر تاریکی دلشون روز به روز بیشتر میشه. چطور؟ به تجدد کفرهم، کفرشان بیشتر میشه، کفرشان جدیدتر میشه. چطور؟ بما ینزل سبحانه و تعالی شیئا فشیئا من الآیات والذکر الحکیم، خدای تعالی لحظه به لحظه آیات را بیشتر میکند، ذکر حکیم قرآن کریم را بیشتر میکند، پس از اون طرف کفر اونها، مرض اینها بیشتر میشه. لذا الله میفرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلهای اونها مرض است پس الله تعالی افزود در آنها مرض را. این عذاب دنیوی هست، کفرش بیشتر میشه، شکش بیشتر میشه، سرگردانیش بیشتر میشه، حسد و اون سوختن درونیش بیشتر میشه، روز به روز بیشتر میشه، میخواد منفجر بشه، قل موتوا بغیظکم میشه. اما عذاب اخروی ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، برای اینها است عذاب دردناک. چرا؟ بما كانوا یکذبون، این سبب عذاب است، به سبب دروغ. هرچی اونها دروغ میگفتن، همین که میگفتن آمنا این دروغ بود، این که میگفتن انا معکم این دروغ بود. بالاخره الله تعالی برای اینها، برای این دروغ گویان عذاب دردناک قرار داده. و همچنین صفاته. ببینید منافقین با مسلمانان همیشه همراه بودند، شب و روز یک جا بودند و بنابر مصالحی، بنابر حکمتهایی خداوند عزوجل منافقین را معرفی نکرد. اگر منافقین معرفی می شدند و دستور داده می شد که اونها زده بشند، اون وقت اختلاف می افتاد، اون وقت دشمنان می گفتند که محمد یاران خودش را، چنانچه در بعضی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و اشاره هم فرمودند. لذا منافقین تشخیصشون برای مسلمانان مشکل بود. به این دلیل خداوند تعالی اوصاف بیشتری از منافقین ذکر میکنه، مفاسد بیشتری. درباره کفار فقط فرمود کفرو، یعنی ستر الحق عنادن، عمده مریضیشون همین بود که حق را کتمان میکرد. اما اینها نه، اینها خیلی زیاد. پس شناخت نسبت به اینها خیلی لازم است. لازمش اینه که صفاتشون زیاد بیان بشه، لذا صفات بیشتر. و این صفات بیشترشون هم هست و زجر و سرزنش برای اونها هم هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، هرگاه به آنان گفته میشد که شما فساد نکنید در زمین، نکن فساد. چرا این همه فساد؟ چی میگفت؟ قالوا انما نحن مصلحون، گفت جزی نیست که ما مصلح هستیم، ما اصلاحگر هستیم، ما اصلاح میکنیم، ما فساد نمی کنیم. حالا فساد منافقین چی بود؟ ببینید یکی از صورتهای فساد افشاء اسرار مؤمنین بر کفار. هرچی در درون مؤمنین بود به کفار میگفتند.
همین بیان کردن اسرار باعث می شد که چی؟ کفار جری بشند، کفار از درون با خبر بشند، کفار تمایل به حمله داشته باشند، کفار بتازند. لذا تفسیر مدارک با این تعبیر فرموده و کان فساد المنافقین انهم كانوا یمایلون الکفار، کفار را متمایل میکردن و تشویقش میکردن و یمالئونهم علی المسلمین بافشاء اسرارهم و اغرائهم علیهم. اسرار مسلمان اونجا میگفت اینا چی ندارند، 4 تا شمشیر دارن بیشتر ندارند. هر کسی که اسرار ما مسلمانان را میره به دشمنان و به کفار میگه اون منافق است. هر کسی که از درون، همیشه مسلمان از درون ضربه میخوره، همین که میگن همیشه ما از درون ضربه میخوریم، اینا که ضربه میزنند اینا منافق هستند. منافق تنها عبدالله ابن ابی نیست، بارها این جمله را عرض میکنم. هر کسی که اخبار را، اسرار را، مسائل را به دشمنان، به کفار، به مشرکان، به بدخواهان میرساند و اونها را بالاخره بر علیه مسلمانان تشویق میکنند، اونها را بر علیه مسلمانان تهییج میکنند. اینجا عیناً همین تفسیر مدارک نوشته که فساد اینها چی بود؟ این بزرگترین فساد خبرچینی، جاسوسی، اسرار را بردن رساندن. کان فساد المنافقین انهم كانوا یمایلون الکفار، کفار متمایل میکنه، یمالئونهم، اونا را بر مسلمانان تشویق میکنن به افشای اسرارهم و اغرائهم علیهم و اونها را تحریک میکنن. و ذلك مما یؤدی الی هیج الفتن بینهم، همین باعث فتنه میشه. فساد یعنی همین. در طول تاریخ شما نگاه کنید، در همین تاریخ خود ما بسیاری از علما، بسیاری از مجاهدان در میادین مختلف جهاد از سوی دشمن، آمریکا، اسرائیل، ایادی اونها ضربه خوردند، شهید شدند، گرفتار شدند، اسیر شدند به خاطر همین منافقین. همینها اخبار را بردند، همینها اسرار را بردند و لذا منافق که شاخ و دم نداره، همین صفات را داره. لذا به اینها گفته میشه لا تفسدوا فی الارض، شما فساد نکنید. اینا برعکس میگفتن قالوا انما نحن مصلحون. با چه تاکید؟ انما حسره، نحن تاکیده و بازم حسره، جز این نیست که ما مصلحیم. الله عز و جل رد میکنه این ادعا را. این صلاح نیست، این همکاری نیست، این فساده. الا انهم هم المفسدون، خبردار، آگاه باش، همانا اینها، فقط همینها هستن. بعضم خدا هم حصر میکنه. میبینید که هم مبتداست، المفسدون چی آمده؟ خبر معرفه آمده. خبر که معرفه بیاید به معنی چیه؟ حصره. نفرمود هم مفسدون. الا انهم هم المفسدون، اینها مفسد هستند، ولکن لا یشعرون، اما اینها شعور ندارند، درک ندارند. اینقدر درکش ضعیفه، اینقدر فهمش ضعیفه که فساد را میگوید اصلاح، فساد را و فتنه انگیزی را نامش را نمیدونم خدمت میگذاره، همکاری میگذاره، فلان میگذاره. این بزرگترین فساد است. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خب این خباست اول که اهل فساد بودند. خباست دوم بازم زجر، صفات دیگر. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، هرگاه به این منافقین گفته میشد که این ایمان شما به درد نمیخوره، ایمانی مثل این ایمان مردم. الناس الف لام، الف لام عهدی هست یا نیست؟
کدوم مردم مراد است؟ صحابه. همانطور که این مردم ایمان آوردند، خدای عزوجل ایمان صحابه را معیار نجات، معیار ایمان قرار داده. زمانی ایمان ها درست میشه که مثل ایمان صحابه باشه. پس ایمان صحابه جای اشکال و جای تردید ندارد، جای ایراد گرفتن ندارد. قرآن او را به عنوان چی قرار داده؟ به عنوان معیار. در همین سوره خداوند میفرماید، به خود صحابه خطاب میکنه، میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان آوردن مثل ایمان شما هدایت میشوند. پس صحابه معیار ایمان، معیار هدایت، معیار نجات، معیار موفقیت. غیر از راه اونها، این قرآن میگه، این استدلال ما از قرآن است، غیر از راه اونها، غیر از مسیر ایمانی اونها، غیر از مسیر عملی اونها، هر کسی بره بر مسیر ضلالت، بر مسیر نفاق و اهل نفاقه. ببین منافقین چه بغضی داشتن با اونها، چگونه از اونها یاد میکردند. منافقین را وقتی میگفتن مثل این مردم که در کنار رسول الله هستند، مثل این پروانه های شمع نبوت شما ایمان بیاورید، اونا چی گفتند؟ قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. آیا ما همینطور ایمان بیاوریم مثل ایمان این سفیهان؟ العیاذ بالله. به صحابه چی میگفتن؟ سفیه، کسی که حماقت داشته باشه، کسی که نادان باشه. مثل این نادانان ما ایمان بیاوریم؟ خب از طرف مسلمانان به اونها گفته میشد آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا من شوائب النفاق. روح المانی میگه ایمانی که با اخلاص باشه، ایمانی که در اون نفاق قاطی نباشه. اما اونها میگن انؤمن کما آمن السفهاء، به این انسانهای پاک توهین کردن، به این انسانهایی که خدا معیار قرار داده، نسبت به اونها بیادبی کردن، لبگشایی کردن. خدای عزوجل خودش پاسخ میده، الله تعالی با تاکید هم پاسخ میده. الا حرف تنبیه هست یا نیست؟ چطور معنا میکنید؟ معنی مختلفی. الا یعنی آگاه باش، بیدار باش، هوشیار باش. بعضی میگن خبردار، گوشهایت را باز کن، چشمت را باز کن، خوب گوش کن. همین ها معنای الا هست. الا انهم هم السفهاء. الله در جواب میگه همانا اینها هستن، فقط اینها هستن سفها، فقط همینها خودشون هستن نادان، احمق، سفیه خودشون هستند. ولکن لا یعلمون، اما اینها نمیدانند. سفاهت خودشون را، نادانی و نفهمی خودشون را خودشون متوجه نیست. در آیات گذشته ذکر خباثت های منافقین بود و صفات بد و صفات رذیله آنها. یکی دیگر از صفاتشان که عمده‌ترین صفات نفاق و اهل نفاق هست، دورنگی هست. با هر گروهی می گفتند که ما با شما هستیم. هرگاه با مسلمانان و با مؤمنان ملاقات می کردند اظهار ایمان می کردند، قالوا آمنا. اما وقتی که پیش شیاطین خودشان، سردمداران کفر، رؤسای شرک
ملاهای یهود نصارا پیش اونها میرفتند میگفتند ما با شما هستیم، ما در کنار شما هستیم. و وقتی که اونها میگفتند پس چرا در اون صفید، در اون جماعتید، در اون حلقه هستید، میگفتم ما داریم مسخره میکنیم اونها را. اذا الله میفرماید این خباثت سوم است که میخوانیم و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. هرگاه ملاقات میکردند با مؤمنین، با کسانی که ایمان آوردند، میگفتند ما ایمان آوردیم. حالا یه سوالی هست اینجا، اگر به آیه گذشته دقت بکنید، به ظاهر یک تعارضی معلوم میشه، یک اشکال معلوم میشه. خوب دقت داشته باشید. در آیه گذشته شما خواندید که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. به آنان گفته میشد که مثل اینها ایمان بیاوریم، مثل صحابه، مثل مؤمنین. اونها میگفتند انؤمن کما آمن السفهاء. اینجا میگن قالوا آمنا. آیا این دوتا با هم تعارض نیست؟ اونجا میگن ما ایمان نمی آوریم، اینجا میگن ما ایمان آوردیم. اهل تفسیر نوشتند که اون چه که در آیه گذشته هست به زبان حال است، به زبان قال نیست. یعنی اونها به دهان نمی گفتن، به زبان نمی گفتن نؤمن کما آمن السفهاء، جرأت نمی کردند. عملشون نشون میده که اینطور میگویند. اونجا حکایت چیه؟ حال است. اما اینجا حکایت قال است، یعنی اونا میگفتند. پس تعارضی وجود نداره. وقتی که کارهای میکردند، اون کارهایشون نشان میده که خط ما با مسلمانان فرق میکنه. نمیگفتن ما خطمون فرق میکنه. کارهایشون، عملکردشون، حالشون بیانگری اون هست. اما اینجا به اونها گفته میشد، خودشون با زبان قال میگفتن قالوا آمنا. بنابراین فلا تعارض. اما وقتی که با شیاطینشون خلوا ذاهبین الی شیاطینهم میرفتن، در حالی که پیش شیاطینشون میرفتن، با شیاطینشون خلوت میکردن، تنها میشدند. خب برای اونها سوال پیش می آمد که اگر شما پیرو ما هستید، شما در خط و مسیر ما هستید، شما چرا با مسلمانانید؟ قالوا انا معکم، ما با شماییم. انما نحن مستهزئون، ما اونجا مسخره میکنیم، اونها را فریب میدیم. خداع هست، ظاهر با اونها است اما باطن و قلب با شما هست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله تعالی میفرماید اونها فریب نمیدهند، اونها استهزاء نمی کنند، اونها مسخره نمی کنند، بلکه خدا هست که اونها را مسخره میکنه. الله یستهزئ بهم، الله عزوجل اونها را استهزاء میکند و میکشد اونها را در طغیان و سرکشیشان که یعمهون، که سرگردانند. حالا اولا یعمهون به معنی سرگردانی است. یکی عمیه هست آخرش یا هست، یکی عمه هست آخرش ها هست. عمی کوری چشم و دل را میگویند. کسانی که از چشم کور باشند هم بر اونها اطلاق میشه عما. اگر کسانی که از دل کور باشند هم به اونها اطلاق میشه عما. اما عمه که آخرش ها باشند مثل یعمهون، این فقط کوری دل را میگویند، همون سرگردانی. وقتی که انسان کوردل باشد دیگه پریشان، سرگردان، هیچ نمیدوند کدوم راه را بگیرد. اینا همونطور سرگردان بودند. خب حالا سوال اینجاست که خداوند عزوجل چگونه اونها را استهزا میکند؟ الله
یستهزئ بهم. در ارتباط با الله یستهزئ بهم چند قول هست که اهل تفسیر ذکر میفرمایند. یکی این که الله یستهزئ بهم یعنی این که اونها میگویند ما مسخره میکنیم، خداوند عزوجل جزای این استهزا را میدهد، کیفر این استهزا را میدهد، عذاب استهزا. پس بعضی میگویند که ان ینتقم منهم و یعاقبهم و یجازیهم علی استهزائهم. یستهزأ بهم یعنی چه؟ یجازیهم علی استهزائهم، فسمی العقوبة باسم الذنب. پس همین عذابی که خدا اونها را میده، این عذاب به نام خود همون گناه نامگذاری شده. پس برای استهزای اونها کتک میخورند، شکنجه میشوند. اسم همین شکنجه را گذاشتند استهزاء، الله یستهزئ بهم. پس بر اساس این تفسیر الله یستهزئ بهم به معنای الله یجازیهم علی استهزائهم. و قول دوم اینه که الله یستهزئ بهم، خداوند هم با اونها همون برخورد مسخره‌گونه را میکند. چطور برخورد مسخره‌گونه؟ مثلا اونها به ظاهر با مسلمانان بودند، مسخره میکردند. اینجا هم خداوند به ظاهر با اونها طوری معامله میکنه که بالاخره گویا مؤاخذه ای نمیشوند. خدای تعالی در دنیا اونها را مهلت میده، اونها را میدان میده، حتی احکام بر اونها اجرا میشه، در جهاد میروند، مال غنیمت بهشون. اما همینطور تدریجا اینها به کجا میرسن؟ به جایی میروند که به اوج سرکشی و به اوج گمراهی که برسن، بعدا ناگهان مؤاخذه شو میکنه. این همون چی هست؟ مسخره کردن اونهاست. کسی را گاهی کسی بچه را میگه که بیا با تو کار ندارم، با زبان لطف و با زبان مهربانی باش صحبت میکنه. اون بچه باور میکنه که بابا کار نداره، میاد نزدیک، میاد آخر میزنه تو گوشش که چرا فلان بیادبی را کردی. حالا خدای عزوجل با آنها همین عمل را میکنه، یعنی در جواب ترکی به ترکی، جواب استهزاء به استهزاء. اونها وقتی که استهزاء میکردن، خدا هم اونها را فورا مؤاخذه نمیکنه، با اونها همین برخورد را میکنه، احکام بر اونها اجرا میشه، در صف مسلمانان اجازه داده میشن، تا اینکه کم کم میان جلوتر میاند، آخر الله تعالی یهو اونها را مؤاخذه میکنه، ناگهان از اونها انتقام میگیره. این عرض کنم که تفسیر و توجیه دوم هست. و اما یعاملهم سبحانه و تعالی معاملت المستهزئ، با اونها معامله میکنه، معامله استهزاء کننده را. اما فی الدنیا به اجرای احکام الاسلام و استدراجهم من حیث لا یعلمون. در دنیا چی؟ احکام اسلام بر اونها اجرا میشه، کم کم میروند به همون اوج ضلالت. در آخرت هم همین معامله با اونها میشه. مؤمنین که نوری دارند، اینها هم نوری دارند. مؤمنین میروند با نور خودشون از صراط رد میشن، اما اینها وسط راه میرن، خوشند که ما داریم به بهشت میریم، وسط راه که میروند نورشون خاموش میشه، در همون وسط میفتن در قعر جهنم. پس در دنیا و در آخرت هم با اونها چی میشه؟ معامله استهزاء میشه. پس این معنا هم میتونه باشه. الله یستهزئ بهم، الله عزوجل اونها را مسخره میکند، و یمدهم فی طغیانهم، میکشد اونها را در سرکشی که شان که یعمهون، سرگردان. اولئک الذین، این ثمره نفاق است. چرا با اینها این معامله میشه؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که خریداری کردن گمراهی را در مقابل هدایت، گمراهی را در مقابل هدایت. ببینید اشترا یا به معنای اختیار است. ان الاشتراء مجاز عن الاختیار. اشتروا الضلالة على الهدى یعنی اختاروا الضلالة على الهدى. در این دنیا دو چیزه، یا هدایت یا ضلالت.
از این دوتا یکی را اختیار کن. اینا چی کار کردن؟ از اون دوتا ضلالت را اختیار کردن. پس اگر اشتراع به معنای چی باشد؟ اختیار باشد، هیچ سوال و جوابی، هیچ اشکال پیش نمیاد. از اون دوتا اون یکی را اختیار کردن. اگر اشتراع به معنای چی باشد؟ به معنای حقیقی، خریداری کردن. شما میدونی برای خریداری کردن یه چیز باید بگیری، یه چیز باید بدی. شما میرید جنس میگیرید، کتاب میگیرید، کتاب را میگیرید، چی باید بدید؟ پول بدید، بالاخره ثمن بدید. اگر اشتراع به معنی اشتراع باشد، چون از کلمات بعدی که فما ربحت تجارتهم معلوم میشه که اشتراع به معنی خریداری هست، خب اونها گمراهی خریدن، چی را دادند؟ هدایت را. ثمن چیه؟ هدایت. مبی چیه؟ ضلالته. حالا سوال اینجاست که اینها که ثمن را دادند، هدایت را دادند، اینا از کجا هدایت بودند؟ اینا که کافر بودند، اینا از قبل هدایت نداشتند که هدایت را بدند و گمراهی را بخرند. اهل تفسیر میگن نه، هر انسانی فطرتا بر هدایت است. کل مولود یولد علی الفطره. هر انسانی در فطرت خودش چی داره؟ هدایت دارد، هدایت فطری دارد. الله عزوجل در فطرت انسان ها هدایت را گذاشته. فطرت الله التي فطر الناس علیها. خداوند مردم را بر همون هدایت و بر فطرت توحیدی خلق می کند. بعدا پدر و مادر هستن، فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. پدر و مادرن که او را یهودی می کنن، مسیحی می کنن، مجوسی می کنن. پس اینها در فطرت خودشون دارند. بعضی این جواب را داده، بعضی میگن نه، هدایت ظاهری هست. یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف آوردند، اینها چیکار کردند؟ اینها به ظاهر ایمان آوردند، همون هدایت ظاهری را هم از دست دادن. به این معنا هست. لذا این در صورت دوم هست که اشتراع به معنی حقیقی، مراد از هدایت فطری. علامه علوسی نوشته المراد بالهدى الجبلی وقد كان حاصلا لهم حقيقة فإن كل مولود يولد على الفطرة. بالاخره الله می فرماید اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اینها کسانی هستند که خریداری کردند، انتخاب کردند گمراهی را در مقابل هدایت. خب معامله‌ای هست، تجارتی هست. عرض کنم این را میگن استعاره ترشیح. استعاره همینه که عرض به خدمت شما اون کلمه حقیقی را اصلا ذکر نمی کنن، مجاز را ذکر می کنند. اما ادوات تشبیه چیزی اونجا نیست. اما بعدا از ادوات همون مجاز میارند که به صورت کلی اون معنای حقیقی چی میشه؟ به فراموشی سپرده میشه. این دیگه کمال بلاغت است. حالا حقیقتا بحث اختیار کردن و انتخاب کردن است، اما به جای انتخاب و اختیار اشتراع آوردن. بعد از لوازم اشتراع، از مناسبات اشتراع که ربح هست و سود هست و ضرر هست، اینا را ذکر میکنن که اصلا گویا یک معامله حقیقی انجام گرفته. اصلا کلیتا اختیار و انتخاب چی میشه؟ فراموش میشه. این را میگن استعاره ترشیح. این فما ربحت تجارتهم، عرض کنم که از لوازمات و مناسبات چی هست؟ همون مستعار منه است که اینجا ذکر شده. فما ربحت تجارتهم، این تجارتش سود نکرد، یعنی اونها در اون تجارت سود نکردن، سودمند نشد. و ما کانوا مهتدین، و اینها بر هدایت نبودند، مهتدی نبودند. خب بعد از این الله عزوجل مثال ذکر می فرماید. اینجا دو تا مثال میاد. یکی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یکی دیگه او کصیب من السماء.
دو تا مثال هستند. جمهور میگویند این هر دو مثال مال منافقینند. توجه دارید؟ جمهور میفرمایند که این هر دو مثال مال منافقین هستند. اما شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله معتقد است که مثال اول مثال کفار است، مثال دوم مثال منافقین است. چون ما بعد از ذکر متقین و مؤمنین دو گروه خواندیم، اول کفار دوم منافقین. لذا مثال اول مثال کفار است، مثال دوم مثال منافقین. اینکه چگونه با احوال کفار مطابقت داره یا با احوال منافقین خدمت شما من عرض میکنم. خب حالا اونهایی که میگویند، بعضی از اهل تفسیر که میگن هر دو مثال مال منافقین هستند، میگویند منافقین بر دو قسم بودند. یک گروه از منافقین مثل ابن ابی و نزدیکان عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی شاید در آیاتی که بعداً میخوانیم انشاءالله ذکر منافقین میاد، اونجا بیشتر توضیح میدیم. اینجا خلاصتاً بگیم که عبدالله ابن ابی خودش از یهودی ها نبود، از قبایل عرب بود، از کنم قبیله خزرج بود غالباً یا اوس. قبل از اسلام اوس و خزرج با هم دیگه چی داشتند؟ درگیری داشتند، سالها اختلاف داشتند. و عبدالله ابن ابی یکی از افراد مطرح بود. قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بود که همه توافق بکنن بر عبدالله ابن ابی و او را به عنوان سردار و امیر کل تعیین بکنند. اما وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مدینه طیبه هجرت کردند و تشریف آوردند، آن حضرت مرجع شد، آن حضرت در رأس قرار گرفت. اون نقشه‌ای که او داشت برای سیادت و سرداری خودش، اون کلا به هم ریخت. از اینجا بود که با آن حضرت فوق‌العاده عداوت داشت، اما به ظاهر چیزی نمی گفت. در سال دوم هجری که رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتن بدر و اهل مکه را شکست دادن و بعد برگشتن، یهود بنو قینقاع هم خیانتی کرده بودن، برگشتن یهود بنو قینقاع را هم از مدینه جلاوطن کردند و بیرون کردن. مقدار قدرت مسلمانان بالا گرفت. عبدالله ابن ابی احساس خطر کرد، به همون دوستان خودش گفت که از این به بعد نمیشه مخالفت کرد. لذا به ظاهر اینا مسلمان شدند و در کنار مسلمانان قرار گرفت، اما سخت دشمن بودند. خب اینها در دل ذره ایمان نداشتند، در دل هیچ نوع ایمانی نبود و کاملا بر کفر بودند، اما به ظاهر شرایط را مناسب حال خودشون نمیدیدند، به ظاهر مسلمان بودند. این یک گروه از منافقین. این گروه از منافقین همونهایی هستند که قطعاً بالاخره کافر بودند، هیچ نوع تزلزلی هم نداشتند. گروه دوم منافقین از کنم که یک سری اعرابی های سرگردان بودند. اونها هم ایمان درستی نداشتند، اما دچار شک و تردد بودند. وقتی که شرایط به نفع مسلمانان بود می آمدن به طرف مسلمانان، وقتی که شرایط مقداری سخت بود می رفتن به اون سمت. اینها دچار تذبذب و تزلزل شدند. پس اینها از اون گروه اول پایین تر بودند از نظر نفاق. این افراد متردد بودند. بنابراین این گروه از اهل تفسیر میگه مثال اول مال همین گروه منافقین متردد است، مثال دوم مال همون گروه منافقین چیه که بر نفاق خودشون، بر کفر خودشون قاطع بودند. اما تقریر شیخ چیز دیگه هست، معتقدند که این مثال کفار است. اون را عرض می کنم. ابتدا مثلهم مثال منافقین
کمثل الذی استوقد نارا، مثل اون کسی است که آتشی را افروخته، آتشی را روشن کرده. شما تصور بفرمایید در یک جنگل شب هست و فردی آتشی را روشن میکنه، همراهانی داره، گروهی داره، جماعتی داره. وقتی که آتش روشن میشه، اطراف آتش چیه؟ بالاخره روشن، نور هست. اینجا اندماج هست. استوقد نارا و فیه رجال قاعدون یا معه رجال قاعدون، چند نفر مرد هستند که اونجا نشستند و از نور این آتش استفاده می کنند. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که روشن میشه ما حول اون آتش، یعنی اون آتش روشن میکنه اطرافش را، ذهب الله بنورهم، خداوند نورشان را میبرد. حالا ببینید اینجا بنورهم جمع فرمود، اونجا ما حوله مفرد فرمود. به چه دلیل؟ چون الذی از نظر لفظ مفرد است، اما از نظر معنا چیه؟ جمع است. پس یه جا از به خدمت شما که لفظ در نظر گرفته شده، یه جای دیگه چی؟ معنا در نظر گرفته. و دیگه اینکه اینجا مشخص میشه که یک نفر آتش را روشن میکنه اما اطرافش همراهانی داره، چند نفر دیگه در کنارش هستند. لذا خداوند عزوجل میبرد نورشان را. ببین اینجا کلمه نور فرمود، اونجا کلمه ضیاء فرمود. ضیاء نور زیاد را میگویند. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. بالاخره نور اونه که از ضیاء، از چراغ میگیرد. نور کمتر را میگویند، ضیاء بیشتر را میگویند. اگر میفرمود ذهب الله بضیائهم، خداوند اون نور زیاد را میبره، خب مفهوم مخالف این میشد که شاید کمی نور باقی مانده. اما ذهب الله بنورهم فرمود یعنی اون کم را هم خدا برد. ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و گذاشت اونها را در تاریکی هایی که لا یبصرون، هیچ چیزی نمیدیدن. ببینید بعضی معتقدن که این مثال منافقین هست و تشبیه مفرد به مفرد است. لذا یک سری تکلفاتی هم ذکر میکنند. مثلا میگن استوقد نارا، آتشی روشن میکند، یعنی اقرار زبانی میکند. اون کسی که آتش روشن میکند تشبیه داده به کسی که اون منافقی که ابتدا چی میکند؟ اقرار زبانی میکند. اما فلما اضاءت ما حوله، وقتی که اطرافش روشن میشه و این آتش اطراف او را روشن میکند، این بعد از این که اون منافق ایمان میآورد، این ایمان به ظاهر یک سری منافعی برایش دارد. مثلا او جانش در امان هست، مالش در امان هست، با او کاری ندارند، در صف مسلمانان احیانا منافعی باشه به او میده، غنیمتی باشه به او هم میدهند. پس این همون منافع هست. اینجا اشاره به منافع است. ذهب الله بنورهم، اشاره به چی هست؟ اشاره به ظهور نفاق است. یعنی بعدا نفاقشون ظاهر میشه، اونها دیگه از صف خارج میشوند. بعضی بالاخره این را گفتن تشبیه مفرد به مفرد، اما بعضی میگن نه، این تشبیه تمثیل است. کسانی که این بحث را خواندن متوجهند. تشبیه تمثیل است، یعنی جز لازم نیست که بگیم این فلان حالته، این فلان حالته. شما تصور بکنید یه انسانی هست، چند نفر همراه داره، در یک جنگلی هستند، اونجا آتشی روشن میکنه، بعد از آتش اطرافشون روشن میشه، اطراف خودشون را میبینند. بعدن خدای عزوجل این نور را،
این آتش را خاموش میکنه، همه جا تاریک سرگردانند. این مثال منافقین است. کلن مجموعه را به مجموعه تشبیه بده. این را میگن تشبیه تمثیل، یعنی تشبیه مجموعه به مجموعه، مرکب، تشبیه مرکب میگویند هم که مفرد به مفرد نیست. که مثال منافقین مثل این هست که ابتدا به ظاهر ایمان میاره، بعدا منافع ایمان بهش میرسه، اما بعدا بالاخره مشخص میشه هیچ اعتباری ندارن، ایمانشون اعتباری نداره، در دنیا هم ذلیل، در آخرت هم ذلیل. این مثالشون است. لذا الله می فرماید ذهب الله بنورهم، الله نورشان را می برد، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و می گذارد آنها را در تاریکی هایی که نمی بینند. شیخ بزرگوار ما که می فرماید این مثال مشرکین هست و کفار هست، ایشون می فرماید که الذي استوقد نارا، منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثال این کفار، خوب دقت بفرمایید، مثال این کفار، مثال اهل مکه قریشی ها، مثل اون کسی هست که در وسط اینها آتشی روشن میکنه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت ایمان را آغاز میکنه در مکه. این اثراتش چی میشه؟ فلما اضاءت ما حوله، اطراف روشن میشه، به برکت این دعوت حقیقت ظاهر میشه. به برکت این دعوت چی میشه؟ حقیقت ظاهر میشه. اما وقتی که حقیقت ظاهر میشه، حق را میبینند، از حق استقبال نمی کنند. از حق وقتی که استقبال نمی کنند، خداوند این نور را میبرد. یعنی اشاره به هجرت رسول الله است. رسول الله از مکه میرود به مدینه. ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. اونا در اون تاریکی میمانند که هیچ جا نمیبینن. ببینید صم بکمون ادامه صفات همین هست. این صم بکمون را اگر شما دقت بکنید، این بیشتر از کنم که بیانگر احوال کفار است نه منافقین. یعنی از صم بکمون خدمت شما عرض کنم، این برداشت بنده و استدلال بنده هست، ندیدم جای شیخ این استدلال را بکند. معلوم میشه که این تفسیر شیخ راجح هست. چرا؟ چون که درباره کفار صم بکمون هر جا می آید. صم بکمون عمی فهم لا یعقلون. اینجا هم شما وقتی که بحث کفار را در اول این صفحه خواندید چی بود؟ ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه. نتیجه همون ختم چی میشه؟ صم بکمون عمیون. متوجه شدید؟ پس معلوم میشه که این مثال کفار هست که الله تعالی می فرماید وقتی که اینها از این نور استفاده نمی کنند چون مهر جباریت خورده. صم، الله عزوجل اونها را چی کرده؟ اونها را کر قرار داده، ناشنوا، بکم لال و گنگ به اصطلاح، عمیون کور و نابینا، فهم لا یرجعون. پس اینا هیچ وقت از کفر به ایمان بر نمیگردند. چطور؟ مگر کفار گوش نداشتند، چشم نداشتند؟ داشتند. میخوانیم اینم درباره کفار، درباره منافقین نیست. لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اینجا هم علامه نصفی میفرماید كانت حواسهم سلیمه، حواس اونها، چشم و گوش اونها سالم بود. اما ولما صدوا عن الاصاغه الى الحق مسامعهم، وقتی که از گوش کردن به حق گوشهایشون را جلوگیری کردند، و ابوا ان ينطقوا به السنتهم، و انکار کردند که به حق
زبانشون نطق کند و ان ینظروا او یبصروا بعیونهم و انکار کرده از این که ببینند حق را به چشمان خودشون، جعلوا کانما ایفت مشاعرهم، اینا مثل کسانی خواهند بود که حواس اونها، اسباب شعور اونها آفت زده شده، دیگه از کار افتاده. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، پس اینها کرند و لالند و کورند، فهم لا یرجعون، هیچ وقت از کفر به ایمان بر نمیگردند. خب پس این مثال اول بود. مثال اول بر اساس تقریر عامه مفسرین مال منافقین و بر اساس تقریر شیخ مال کفار. او کصیب، یا مثال مثل بارانی، ابری. ببینید او دو احتمال داره. از به خدمت شما که او للتخییر او للتنویع، اگر هر دو مثال منافقین باشد اون وقت او للتخییر است، اون مثال یا این مثال. او برای چی میشه؟ تخییر میشه. اگر مثال اول مال کفار و دوم مال منافقین بر اساس تقریر شیخ، اون وقت او للتنویع میشه. اون مثال مال کفار است، نوع دیگر از مثال او این مال چیه؟ منافقین است. خب در این مثال الله تعالی بیان میفرماید یه ابری را که از آسمان هست، یا صیب، بعضی میگویند که باران را میگن، باران زیاد. من السما، اینجا مراد از سما ابر است، کل ما علاک فهو سما، باران زیادی که از ابر میریزد. این باران فیه ظلمات و رعد و برق، تاریکی هست، رعد و برق هست. کسانی که زیر اون باران هستند چیکار میکنند؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشتان خودشون را، اصابع خودشان، در حالی که کل انگشت را نمیشه تو گوش کرد، همون سرش را، یک بند را، انمله را میکنند. ولی خب این مبالغه است، از بس که میخواند گوششون بسته بشه، قرار میدهند انگشتان خودشون را در گوشهایشون. من الصواعق، از خطر صاعقه، چرا؟ حذر الموت، از بیم مرگ که کشته نشند. اما والله محیط بالکافرین، خداوند این گروه از کافرین را احاطه کننده هست. و اون رعد و برق چنان شدید است که یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک هست که اون برق برو باید چشمایشان را، برق چشمایشان را برو باید. کلما اضاء لهم مشوا فیه، در اون تاریکی شب ظلمات سرگردانند، هرگاه به سبب این برق روشن میشه برای آنها، مسیر روشن میشه، مشوا فیه، میروند در آن. اما و اذا اظلم علیهم قاموا، هرگاه بر آنها تاریک میشه میستند، هرگاه بر آنها تاریک میشه چی میشن؟ میستند. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواد سمع و بصرشون را میگیرد، با همین رعد و برق حواس را از اونها میگیره. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز قادر است. خب این مثال دیگری هست. در این مثال هم دقت بفرمایید، بعضی از اهل تفسیر میگویند که این هم تشبیه مرکب است، تمثیل است به اصطلاح، فرد نیست، یک مجموعه به مجموعه حالات، لازم نیست که هر بخشش تطبیق داشته باشد. اینها میگویند که شما تصور بکنید شب هست، بیابان هست، یک گروهی هست میخوان به مقصدشون برند، ولی چنان تاریک است هیچ جا را نمی بینند. باران شروع میشه،
شما میدونید شب همینطور تار است، وقتی که ابر بیاد خیلی تاریک تر میشه. ابر جلوی ستاره ها را، جلوی ماه را، جلوی همون نور کم را هم میگیره، خیلی تاریک میشه. وقتی که تاریک میشه باران هم میبارد، از یک طرف تاریکی خطر افتادن تو چاله، از یک طرف رعد و برق خطر ربایش و خطر زدن برق و کشتن و از بین بردن. پس چقدر اینها شرایطشون سخته. از یک طرف میخوان زودتر به یک جای امن برن، به خانه برسن، به مقصد برسند، میترسن که برن بیفتند. برق میزند، از یک طرف از برق میترسن، اما از یک طرف راه روشن میشه تون تون میرن. برق که تمام میشه همون مقداری که میبینن دوباره میایستند. مجموع این حالت مثال مجموع حالت منافقینه. این منافقین سرگردانند از نزول قرآن مجید. قرآن که نازل میشه بالاخره اینها، برای اینها موت هست، برای اینها مرگ هست. اینها سرگردانن، منافعی که دست میده، شرایط خوبی که میشه همراهی میکنن. وقتی که منافع و شرایط از بین میره فوراً چی میشن؟ متوقف میشن، به همون نفاق خودشون راسخ هستند یا کفر خودشون راسخ هستند. لذا سرگردانی، پریشانی، احساس خطر، تمام اینها تشبیه داده شده، تمام احوال اینها به این حالت، به این حالت این گروه سرگردان در شب تار در میان رعد و برق. بعضی این گفتن، اما بعضی میگن نه، تشبیه مفرد به مفرد است. هر کلمه مثلا او کصیب من السما، مثل بارانی که از آسمان میبارد. این باران که مثل آسمان میبارد در واقع تشبیه داده شده آیات قرآن که نازل میشه به این. آیات قرآن که نازل میشه مثل همین باران هست که میبارد از آسمان، اونم از بالا میاد نزول قرآن. فیه ظلمات و رعد و برق. آیات قرآن وقتی که نازل میشه فیه ظلمات، ظلمات اشاره به اون شدائد و تکالیف هست، دستورهای سختی که برای منافقین ظلمات هست. اونا مثل جهاد، مثل خرج کردن مال در راه خدا، اینا سختن. و رعد و برق، رعد و برق، رعد بالاخره همون تخاویف دنیوی، اون عذابهایی که اونها عذاب داده میشوند، اونها ترسونده میشوند، اینها مثل ظلمات و رعد هستند. برق مثل فواید دنیوی، چون در همراهی با دین اسلام چی هست؟ منافع هم هست، یه روزی غنیمتی هم میرسه، یه روزی امنیتی هم حاصل میشه. لذا آیات نازل میشه، از یک طرف خطر هست، شدائد هست، تکالیف هست، احکام سخت هست، تخویف ها هست، اما از یک طرف منافع هم هست. یجعلون اصابعهم، وقتی که آیات خوانده میشه دستها را در گوش ها میگذارن، من الصواعق، از بیم همون تکالیف شرعی یا وعد و وعید. اما حذر الموت، از خطر مرگ. مرگ چیه؟ مرگ میگویند ایمان آوردن را برای خودشون به مثابه مرگ میدانند. لذا دست به گوش که هیچ وقت این آیات اثری در اونها داشته نباشد. اما خداوند از هر جهت این نوع کافران را احاطه کرده. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک هست که برق چشمهایشون را برو باید. ببینید چشمهایشان را ربودن به معنی چیه؟ به معنی حیران ماندن و خیره شدن است، نمیدونه چیکار بکنن با این آیات. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هرگاه روشن میشه برای اینها میرون به طرفی است اون. یعنی هر وقت که برای منافقین منافعی هست،
میآیند به صف شما، میآیند کنار شما. شما دیروز خواندید در سوره فتح که در حدیبیه همراه نشد، اما در خیبر اصرار میکردن، زاری میکردن ما را ببرید. پس كلما اصاب المنافقین من عز الاسلام اطمئنوا الیه، غلبه برسد مطمئن میشن، همراهی میکنن. اما و اذا اصاب الاسلام نکبت، مصیبتی مشکلی پیش بیاد، قاموا لیرجعوا الى الكفر، مثل خندق اونجا کلا میخواستن برن با کفار. پس كلما اضاع لهم مشوا فيه، اما و اذا اظلم عليهم قاموا، هرگاه مقداری تاریک میشه چیکار میکنند؟ متوقف میشن. لذا الله میفرماید خدا مهلت میده اینها را، خدا به همین صورت با اونها معامله میکنه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر خدا بخواد سمع و بصرشون را از بین میبره. خدای عزوجل کلن همین ظاهر را هم از اونها میگیره. ان الله علی کل شیء قدیر، این علت است، به دلیل اینکه الله بر هر چیز قادر هست. خب تا اینجا صفات گروه سوم بود، منافقین و مثال های اونها، مثال منافقین یا مثال کفار و منافقین. پس فراموش نکنید که مطلب اصلی همیشه میخواید قرآن را خوب بفهمید، به گذشته هم برگردید، آیات را با هم دیگه ربط بدید. در ابتدا بحث کتاب آمد، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این صفات کتاب بود. وقتی که بحث متقین آمد، به تبع متقین صفات اونها ذکر شد. بعداً در مقابل متقین ازداد اونها صفات غیر متقین، دو گروه کفار منافقین، صفات اینها هم بیان شد برای توضیح بیشتر، برای روشن شدن بیشتر. بالاخره مثال بیان شد. خب این سه گروه بیان شد. بعد از اینکه این سه گروه را که یک گروه به کتاب ایمان دارد، دو گروه به کتاب ایمان ندارد بیان فرمودن، حالا خداوند همه را خطاب می فرماید و گویا این خطاب دعوت اون کتاب است، خلاصه اون کتاب است، پیام اون کتاب است. این کتابی که بعضی به این کتاب ایمان ندارند و بعضی بهش ایمان دارند و اهل تقوا هستند، پیام این کتاب چی هست؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم. دیگه یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا گفته نشد، یا ایها الناس هر سه گروه را خطاب است. فقط ربتون را عبادت کنید، اعبدوا ربکم. چرا ما میگیم که فقط ربتون را عبادت بکنید؟ همه مفسرین همین تفسیر را کردن که اینجا دعوت به سوی عبادت نیست، دعوت به سوی چی هست؟ توحید فی العبادت است. به دلیل اینکه عبادت رب قبل از نزول کتاب هم انجام می گرفت. همین کفار، همین منافقین که مشرک بودن خدا را قبول داشتن، برای خدا عبادت می کردن، برای خدا طواف می کردن، برای خدا نظر و نیاز می دادند، خیرات می دادند، عبادت بود. اما اخلاص در عبادت نبود، افراد در عبادت نبود. الله تعالی می فرماید اون عبادت آمیخته با شرک، عبادت همراه با عبادت غیر را نمیخوام. اعبدوا ربکم، فقط رب را عبادت کنید. به همین خاطر علامه ابن جریر تفسیر میکنه اعبدوا ربکم افردوا الطاعة والعبادة لربکم دون سائر خلقه. افردوا الطاعة والعبادة لربکم دون سائر خلقه. ابن جریر. ابن عباس میگه وحدوا ربکم، شما در جلالین خواندید، فقط رب را عبادت کنید. دلیلش هم در آخر می آید، در آخر استدلالات همین آیه فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. پس این مدعای سوره هست، این همون چیزی است که شما در ایاک نعبد و ایاک نستعین خواندید، خدایا فقط تو را عبادت میکنیم. لذا الله میگه فقط منو عبادت کنید، فلا تجعلوا لله اندادا. پس موضوع این سیره توحید فی العبادت است.
سه بار ذکر شده، یکی اینجا، یکی و الهکم اله واحد، یکی الله لا اله الا هو الحی القیوم. لذا الله میفرماید همه را خطاب میکنه. و عبادت چیه؟ در ایاک نعبدو خواندیم، عبارت علامه ابن قیم بسیار جامع هست. العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیه. اون معبود فی العلم والتصرف، همون دو چیز. معبود در علم و تصرف سلطه غیبی دارد، فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضرر، فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادت. لذا ثنا برای خدا باشد، دعا برای خدا باشد، نیاز و نظر برای خدا باشد، خیرات برای خدا باشد، سجده برای خدا. عبودو هم معنی همیشه، تنها سجده را نمیگویند. لذا الله می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم فقط و فقط عبادت کنید ربتان را. به چه دلیل؟ دلایلش ذکر میشه، دلایل عقلی، هم اول انفسی بعدن آفاقی. الذی خلقکم، آن ذاتی که شما را آفرید، والذین من قبلکم، آنهایی که قبل از شما بودند اونها را هم آفرید. بقیه اهل تفسیر میگن الذی خلقکم شما را هم آفرید، والذی من قبلکم اونهای والذین من قبلکم منظور آبا و اجداد شما را، پدران شما را هم او آفرید. اما شیخ رحمه الله میفرماید نه، تفسیرش چیزی دیگه هست. شما را هم آفرید، اونهایی که قبل از شما بودند و الان شما اونها را عبادت میکنید، اونها را هم خدا آفرید. یعنی شما را هم آفرید، معبودان شما را هم آفرید. خدا الله خالق کل شیء و هم یخلقون، اونا چی هستند؟ مخلوقند. پس اینجا اشاره به چی هست؟ به پیدایش معبودان است. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این فایده توحید است، فایده افراد فی العبادت است، توحید فی العبادت. اگر فقط خدا را عبادت کنید قطعا، اینجا به معنی قطعی هست، قطعا شما با تقوا میشید. و بعد دلیل سوم، یکی الذی خلقکم، دوم الذی من قبلکم والذین من قبلکم، سوم الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. این دلیل هم عقلی اما آفاقی، آفاقی هست، هم سفلیش هست هم علویش هست. الذی جعل لكم الارض فراشا، الله آن ذاتی است که قرار داد برای شما زمین را فرشی، و السماء بناء، و آسمان را سقفی قرار داد، و انزل من السماء ماء، و نازل فرمود از آسمان آب را، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بیرون کرد به وسیله آن از ثمرات رزق برای شما. انواع محصولات، ثمرات تانا میوه را نمیگن، همه محصولات زمین، حبوبات، سبزیجات، میوجات، همه خوراکی های شما از همین آب هست و از همین زمین هست. لذا این است معنای رب، این هست معنای رب، ذاتی که برای بعد از خلق شما، برای پرورش شما، برای تربیت شما، برای نشو و نمای شما، برای ما یحتاج شما اینگونه زیبا برنامه ریزی فرموده. لذا می طلبد این احسانات پروردگار که فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، پس قرار ندهید برای خدا شریکانی، اندادن ای شرکا فی العبادت، شریکانی در عبادت قرار ندهید در حالی که شما میدانید. شما چی را میدانید؟ ببینید وجه استدلال در اینجا چی بود؟ دو چیز، یکی خلقی که رزق، درسته؟ یکی خلق، شما را خلق کرد، معبودان شما را خلق کرد، پدران شما را خلق کرد، زمین و آسمان را خلق کرد. دوم رزق، به وسیله همین زمین و آسمان باران که میبارد به شما رزق داد. لذا حالا شما میدانید که
و انتم تعلمون، تفسیر مدارک نوشته و انتم تعلمون انها لا تخلق شیئا ولا ترزق والله الخالق والرازق. اینایی که شما انداد قرار میدهید، شریک قرار میدهید، شما میدانید که نه اونها خالق نه رازق، نه اونها خالقن و نه رازق. وقتی که خالق و رازق نیستند چرا شما اونها را عبادت میکنید؟ لذا فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. و این کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اینجا الله تعالی میفرماید چند تا شبهه هستند که اونها مطرح میکردند. ببینید این مرتبط با اول سوره هست، ربطش را متوجه بشید. اول سوره شما خواندید ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب بنده عرض کردم همونجا هم که یکی شک از نظر در خود کتاب هست، از نظر محتوا، از نظر مطالب. خب اگر کسی محتوا را نگاه بکند حقیقت الامر و نفس الامر هیچ شکی نیست. اما یکی این که شک با توجه به مخاطب. خب شک، اون مشرکین شک داشتند. خدای تعالی می فرماید الان این بخشش را میگه که شما اگر شک دارید، شک را اینجا خدا برطرف میکنه. ببین نظر خودت، فکر خودت، درک و عقل خودت مشکل داره. خب الان شک داری، شک را میپذیریم. چیکار کن؟ بیا مثل همین بیار. اگر تونستی شکت بجاست. کلام انسان از هر کسی میتونه. اگر نتونستی بس شکت باید برطرف بشه. دیگه بیشتر اصرار نکن بر کفر، بترس از آتش. متوجه شدید؟ پس این ربط با گذشته. فی نفس الامر، در واقعه امر شک نیست، اما با توجه به شما مخاطبین از این جهت شما شک دارید. خب بسم الله شکت را برطرف کن. اگر تونستی درست کنی که خب پس شکت بجاست. اگر نتونستی درست کنی پس بدون که انسان نمیتونه، پس از طرف محمد هم نیست، از طرف رب العالمین است. اون وقت دیگه بیشتر اصرار نکن بر تعصب، بر کفر، بر انکار. بترس، فاتقوا النار التي وقودها الناس، از اون آتش بترس. یعنی بیشتر اگر اصرار بکنی دیگه جهنم را برای خود داری مینویسی، چون این بر اساس واقعیت نیست، بر اساس شک نیست، بر اساس عناد میشه. لذا الله می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما در شک هستید از آنچه که ما نازل کردیم بر بنده ما، این اضافت تشریفی هست، شرف برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله او را میگه عبدنا، فأتوا بسورة من مثله، شما یک سوره مثل این بیاورید، یک سوره مثل این بیاورید. دقت داشته باشید، سوره مثل قرآن مجید اینجا خداوند تعالی می فرماید فأتوا بسورة من مثله، و در آیات دیگه بیشتر اول از اونها خواست فأتوا بمثله فرمود، بعدم فرمود فأتوا بعشر سور مثله. مثل قرآن کامل نمیتونی بیاری، 10 تا سوره، 10 تا سوره نمیتونی، یک سوره. فأتوا بسورة من مثله. و بعد شما اجازه دارید که بقیه خدایانتون را، آلهه خودتون را هم کمک بگیرید، همه دست به دست بدید، به قول مردم حشر بکنید، یعنی همه جمع بشید، دست به دست هم بدید، این کار را بکنید.
فأتوا بسورة من مثله. یک سوره، حالا یک سوره مثل این در چه چیزی مثل این باشد؟ در عربیت، در فصاحت و بلاغت. عموما گفته میشه که در فصاحت و بلاغت، اما عرض میکنم بنابر گفته مشایخ ما و بعضی از محققین که در یک چیز فقط نه، اعجاز قرآن مجید فقط در فصاحت و بلاغت نیست. ببینید اگر بگه که در فصاحت و بلاغت مثل این باش، پس تحدی برای یکی است، برای عرب هاست، مبارزه طلبیتن عرب هاست، چون بقیه نمیتونن به زبان عربی بیارن، بقیه زبانشون نیست، در حالی که این تحدی برای همه انسان هاست، برای تمام جهانیان است. کتابی مثل قرآن بیاورید در هر چیز، در فصاحت و بلاغت، در ندرت مضامین قرآن مجید، در بیان واقعات ماضیه، بیان واقعات مستقبل، تأثیر امثال و مواعظ قرآنی، جامعیت دلائل و براهین قرآنی، و در معقولیت مطابق عقل. از هر جهت قوانین قرآن، حدودی که قرآن بیان کرده، از هر جهت مثل قرآن شما بیارید. پیشگویی هایی که قرآن میکنه، چقدر این پیشگویی ها همون واقعات مستقبل، چقدر صادق در میاد. لذا شما تنها از نظر فصاحت و بلاغت نیست، درسته بیشتر در فصاحت و بلاغت قرآن معروفه. علما میگویند که در هر زمانی خدا به پیغمبر که معجزه عنایت میکند، معجزه پیغمبر هر زمان مطابق شرایط و احوال همون زمان است. مثلا در زمان موسی علیه السلام در مصر دور جادوگری بود، دور شعبده بازی بود، شعبده بازان و جادوگران به اوج رسیده بودند، چنان چیزهایی از خود نشان میدادند که همه را دست به دندان میکردند. اما معجزه موسی علیه السلام مطابق همونها، به موسی معجزه ای داد که همه جادوگران به زانو افتادند و اقرار کردند که نه، این بالاتر از اون چیزی که ما داریم هست. در زمان عیسی علیه السلام از نظر طبابت و از نظر درمان مردم به اوج رسیده بودند، هر مریضی درمان میشد، بجز اگر کسی مادرزاد کور بود، کسی مریضی و مشکل برس و پیس داشت، یا کسی میمرد دیگه زنده دیگه، بقیه مریضی ها چی میشد؟ علاج میشد. عیسی علیه السلام را الله عزوجل معجزه داد مطابق شرایط اون زمان. اون چیزی که از دست اطباء و دکترهای اون زمان نمیشد، معجزتا از دست عیسی به قدرت خدا میشد. پس عیسی علیه السلام معجزهش، اعجازش بر همه اونها مشخص شد، همه اطباء و دکترها را به زانو انداخت. اما در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند، مردم از نظر فصاحت و بلاغت در اوج بودند، چنان فصاحت و بلاغتی که هر کسی پیش دیگری کم می آورد. نثر و نظم و شعر و عرض کنم قافیه و هر چیزی می گفت، تمام تعجب می کردن، چقدر شیرین زبان، چقدر فصیح، چقدر بلیغ، چقدر روشن، که بالاخره محافل شعر بود و محافل نثر بود و محافل نظم بود و محافل عرض کنم که فصاحت و بلاغت بود.
هر یک به این افتخار میکرد. الله عزوجل رسول الله صلی الله علیه و سلم را معجزه عنایت فرمود که همه اونها کم آوردند، نه فصاحت اونها به فصاحت قرآن می رسید، نه بلاغت و بدیع اونها می رسید، بقیه محسنات و زیبایی هایی که قرآن داره نه نظم اونها نه نثر اونها به اندازه قرآن بالا بود که به اونها گفته شد شما یکی بیارید. اونها این نیست که نخواستن، اونها جمع شدن، اونها تلاش کردند. در طول تاریخ میاد که انسان ها تلاش کردن نتونستند. و علاوه از این که قرآن فصیح و بلیغ است، محتوا دارد، مطالب دارد، در نظم و نثر اونها یک سری ادعاهای تو خالی بود، دروغ بود. یک قهرمانی را تعریف میکردن، یک پهلوانی را تعریف میکردن، یا یک سرداری را یا یک زنی را، همین ها بود، بیشتر چیزی نبود. همهش دروغ، همهش بلوف. اما قرآن مجید مطالبش، محتواهاش بسیار زیبا و بسیار محقق. هر چی که میگه، چه مربوط به زمان آینده گذشته میگه چه آینده میگه، همه محقق، همه ثابت شده، همه مطابق اخبار قرآن درست. و بعد راهکارهایی برای زندگی، هدایت برای زندگی، علاوه از اون فصاحت و بلاغت. لذا خیلی قرآن اونها را پشت سر گذاشت، از اونها جلو زد، کم آوردند. و دیگه ببینید الان فرق معجزه بقیه انبیا را با معجزه رسول الله. بقیه انبیا چون انبیای زمان خودشون بودن، تا آخر پیغمبر نبودن، لذا با رفتن اون انبیا معجزهشون هم تمام شد. حالا عصای موسی که اژدها بشه نیست، ید بیضای موسی نیست، الان اون معجزه عیسی که مرده را زنده بکنه نیست، اما معجزه رسول الله تا قیامت هست. تا قیامت همین تحدی برای مخالفین هست، تا قیامت این محتوا و مطالب زیبا هست، تا قیامت این مواعظ هست، این پند و اندرزها هست، این قوانین هست، این حدود و حقوق هست، این اخبار هست. لذا این شفای هر داء، بالخصوص مریضی های جسمانی روحانی، این تا قیامت هست. این فرقه، چون رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم با تشریف بردن ایشون از این دنیا تمام نشد. این رسول خاتم است، تا دنیا هست رسالت ایشون هست. لذا کلامی که ایشون آوردن، پیامی که ایشون آوردن، شریعتی که ایشون آوردن هم تا ابد هست. این فرق این معجزه. بنابراین وقتی که به مشرکین گفته میشه فأتو بصورت من مثله، نه اینکه از نظر وزن و سجع و قافیه اونها چکار بکنند، کلامی بیاورند، نه، از هر جهت، از نظر محتوا، از نظر مطالبش همینطور قوی، سطح بالا، آموزنده، پند از کنم که پذیر باشند، تذکر دهنده باشند. نه اینکه خیلی تلاش کردن، میگویم مسیلمه کذاب با اطرافیانش، با اهل یمامه نشستن، تو کتاب ها نوشته که اینها نشستن گفتن بیایم یک با قرآن مبارزه بکنیم، همهش قرآن میگه بیارید ما هم یه چیزی درست کنیم. بالاخره مسیلمه آدم بسیار زرنگ بود که ادعای پیغمبری کرد. آخر یه چیزی درست کرد، گفت من تونستم یه سوره مثل سوره قرآن درست کنم. چیه آورد؟ مثل قرآن، اونم تقلید از قرآن، اما یک مطلبی بیان کرد که بسیار خنده آور بود و تمام پیروان خودش هم خجالت کشیدن و گفتن این را عرضه نکن، این نمیتونه با قرآن مبارزه بکنه. او گفت الفیل مالفیل و ما ادراک مالفیل له خرطوم طویل و ذنب قصیر، یا امثال این بود، شبیه این بود. بالاخره گفتن نه، این مسخره هست، این خنده آور هست،
این عرضه نکن. منظور اینه که هیچ کسی نتوانست از هیچ جهتی. در بعضی کتاب ها نوشته که بعضی از دانشمندان در زمانهای بعدی، بعضی از دانشمندان یهودی یا مسیحی را مردم پیروان اونها، اطرافیان اونها گفتم ما هزینه شما را میدیم، شما مثل قرآن درست کنید. برای اونها برنامه ریزی کردن، تمام هزینه ها 1 سالشون را دادن. 1 سال تمام نشست در اتاقی نشستن، بعضی ها نتونستن کاری بکنن، همهش می نوشتند و این کاغذها را مچاله می کردند و می انداختند، درست نمی شد. لذا الله عزوجل از این جهات فرموده بیاره مثل این. الله می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما باشید در شک از آنچه که ما نازل کردیم بر بنده ما، فأتوا بسورة من مثله، بیاورید سوره مثل این در فصاحت، در بلاغت، در ندرت مضامین، در بیان واقعات گذشته آینده، صادق بودن اینها، تأثیر مثالها، تأثیر مواعظ، جامعیت مسائل، جامعیت دلائل براهین، یعنی از نظر حجت برهان از هر جهت مثل این باشد. و خودتون تنها نه، ودعوا شهداءکم ای استعینوا بآلهتکم، این خدایانی که عبادت میکنید اونها را هم صدا بزنید. ودعوا شهداءکم من دون الله، اون خدایانی که غیر خدا اونها را میپرستید، ان کنتم صادقین، اگر واقعا شما راست میگید که ان محمدا قد اختلقه من عند نفسه، محمد از خود درست کرده، اگر راست میگی پس بیا درست کن. اما الله عزوجل می فرماید فإن لم تفعلون، تخویف است، اگر نتوانستی، نکردید. و بعد الله پیشگویی هم می فرماید، پیشگویی با لن تأکید که معنیش میشه در آینده هرگز نمیتوانید. ولن تفعلوا یعنی در آینده هم، به معنی مستقبلش میکنه، در آینده هم هرگز نخواهید کرد. پس وقتی که عاجزید، ناتوانید، به زانو افتادید، بیشتر از این ضد نکنید، بترسید از عذاب خدا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتش، آن آتشی که اخگرهای اون آتش انسانها و سنگها هستند. انسان و سنگ هست. مراد از سنگ چیه؟ بعضی میگویند که سنگهای آتشزا مثل گوگرد مراد هستند، اما بعضی میگن نه، مراد از سنگ بتهای اونها، اصنام اونها. و قیل المراد بها حجارة الاصنام والانداد. بالاخره هم انسان و هم سنگ. اعدت للکافرین، اون آتش، فلسفه اصلی وجودی آتش، این آیات اهل ایمان و اهل توحید را تا اندازه خوشحال میکنه و مطمئن میکنه که اصل اون آتش مال ما نیست، برای ما نیست. اعدت للکافرین، فلسفه وجودیش چیه؟ درست شده، آماده شده برای کافران، درست شده. مستحقین نار کی هستند؟ کافران هستند. اما مؤمنان، اهل ایمان، جایشون بهشته. و بشر الذین، تخویف که آمد تبشیر میاد. منکرین قرآن ذکر شدند، حالا مسلمین و مؤمنین به قرآن ذکر می شوند. اونایی که در مقابل قرآن تسلیمند، به قرآن ایمان می آورند. و دیگه اینکه از عادت و سنت الهی هست، هرگاه آیت عذاب ذکر میکنه در کنارش آیه رحمت هم ذکر میکنه، هرگاه تخویف ذکر میکنه در کنارش تبشیر هم ذکر میکنه، تا بالاخره یأس نباشه، ناامیدی نباشه، رجا و امید هم باشه. ایمان کامل میشه که این هر دوتا باشه، هم ترس باشه و هم
امید، الایمان بین الخوف والرجاء. لذا بعد از این الله تعالی بعد از آیه وعید الله تعالی آیه وعد بیان میفرماید، آیه بشارت. الله میفرماید و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خوش خبری بده، مژده بده آنهایی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، این که برای اونها جنات و باغاتی هست که از زیر درختها و مساکنش نهرها جاری است، تحت اشجارها و مساکنها. تفسیر معلم التنزیل میگه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هرگاه داده میشوند پذیرایی میشوند، من ثمرت من ابتداییه هست، یعنی آغاز میشه از میوهی به عنوان رزق. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، میگوین این همون چیزی است که رزق داده شدیم. خداوند میفرماید، میخواد اینجا تنوع اون نعمت ها را بیان بفرماید. این بهشتی میگه این همون رزقی است که من داده شدم قبل از این. من قبل، قبل از این بعضی میگویند من قبل فی الدنیا هست، من قبل فی الدنیا هست، بعضی میگن من قبل یعنی لحظه قبل همینجا تو بهشت. هر دو احتمالش هست. اما و اتو به متشابه، او آورده میشه به صورت متشابه آورده میشه، یعنی اونجا مثلا برایش رمان میارن، برایش انار میارند، برایش سیب میارن، برایش انگور میارند، طبق اون توضیح اول. میگه این همون انگوری که تو دنیا همین را خوردیم، تو دنیا همین انار بود، همین. اون گفته میشه نه بخور، این مشابه او هست. وقتی که میخوره میبینن بله قابل مقایسه نیست از نظر ذائقه، از نظر طعم. و بعضی میگن من قبل یعنی قبل از این، وقتی میوه آورده میشه لحظاتی قبل همین بود، تکرار. میگه نه این ظاهر مثل او هست، اما بخوری معلوم میشه، هر بار میخوره میبینه که فرق میکنه. امام رازی نوشته قال الحسن، حسن بصری گفته یؤتا احدهم بالصحفه، بعضی از بهشتی ها برای اونها سینی میارند، دیس میارند که پر خوراکی هست، فیأکل منها ثم یؤتا بالاخرى، بعدن یک سینی یا دیس دیگری برایش آورده میشه، فیقول هذا الذي اوتینا به من قبل، این همونی که قبلا خوردیم. فیأکل الملک کل، فرشته میگه نه کل، فاللون واحد و الطعم مختلف، رنگ همونه اما طعم مختلفه. پس و اتو به متشابها، این از معکولات است. ولهم فیها ازواج مطهره، برای آنها در اونجا همسرانی هست که مطهره، اون همسران پاک هستند، پاکیزند. پاک هستند از چی پاک هستند؟ از تمام قذرات، از تمام نجاست ها. ببینید در دنیا آلودگی دو نوع هست، یکی آلودگی جسمانی هست و یکی آلودگی روحانی هست. خب آلودگی جسمانی هر انسانی دارد. عرض کنم که ادرار و مدفوع هست، بقیه عذرهایی هستند که برای زنها هستند. مطهره بعضی میگویند که از این جهت اینها نیست، بر تمام بهشتی ها هم زنش هم مردش وقتی که میخورد، هر خوراکی میخورد، هر نوشیدنی مینوشد، بعضی از چشمه های بهشت مثل تسنیم و سلسبیل درباره اینها تو روایت ها میاد، روایت های تفسیری هستن بیشتر. وقتی که میخورد به جای اینکه تبدیل به ادرار بشه، چنین چیزی نیست، بدن از بدن انسان یک عرقی خارج میشه که اون عرق از مسک بویش خوشتر است، یعنی تبدیل به عرق میشه و بدن را فوق العاده خوشبو میکنه، فوق العاده معطر میکنه. به این معنی هست بعضی گفتند.
و از کنم بعضی میگوین نه، پاکی از نظر روحانی است. در دنیا بالاخره انسان هست، اینجا انسان با نفس گرفتاره، با شیطان گرفتاره، بد اخلاقی داره، درگیری داره، همش مشکلات تو زندگی ها هست، خیلی ها هست، الا ماشاءالله همش بالاخره زن و مرد درگیر هستند، گاهی قهرن گاهی ناراحتند. اونجا اینها نیست. به همین خاطر حضرت استاد رحمت الله علیه ترجمه میکرد مطهرتون، پاکی سیرت و صورت. پاکی سیرت یعنی اخلاق هم پاکه، صورت یعنی جسم هم پاکه. باز پاکی جسمانی که همین که عرض کردم عذرهایی که همه ما انسان ها داریم، و یکی شکل صورت هم بسیار پاکه. اشکالاتی که ما انسان ها در اینجا از نظر شکل و صورت داریم، هیچ یک از اینها اونجا نیست. پس تفسیر معالم نوشته همه اینها را ذکر کرده، هم پاکی از نظر صورت و جسم و هم از نظر سیرت و روح. مطهرة من الغائط والبول والحیض والنفاس والبصاق والمخاط، آب دهان، آب بینی، والمنی والولد و کل قذر، هر نجس از همه پاک است. و قیل مطهرة من مساوی الاخلاق، از اخلاق بد پاک است. لذا اونجا همیش خوشی، همیش شادی، هیچ چیزی به نام غم وجود نداره. الله می فرماید ولهم فیها ازواج مطهره، برای اونها همسرانی هست پاکیزه، پاکی در سیرت و صورت. و هم فیها خالدون، آنها در آن بهشت به صورت خلود و همیشگی میمانند. ان الله لا یستحیی، ربطش را گوش کنید. ببینید به مشرکین گفته شد که مثل قرآن بیارید، اونا نتونستن یه سوره مثل قرآن بیارن، برعکس بر قرآن ایراد گرفتن. حالا ایرادهای اونها جواب داده میشه. وقتی که نتونستن مثل قرآن بیارن، گفتن خب این چه کتابی هست که چنین مثالهای دونی ذکر میکنه؟ مثالهایی برای خدایان ما، مثال پشه و مگس میده، مثال عنکبوت میده. لذا اگر کلام خدا بود اینطور مثالهای پست و پایین ذکر نمیکرد، معلوم میشه کلام خدا نیست. الله عز و جل جواب میده. الله میفرماید خداوند عز و جل از این خجالت نمیکشد که مثال پشه ذکر کند. ببین این مثال پشه آخه برای یک چیز حقیر است، برای یک اله باطل است، برای یک معبود باطل است. خب خودش چون حقیر است، مثالش هم چیه؟ مثال حقیر است. معمولا مثال با ممثل له همیشه تطبیق دارد. وقتی که شما یه چیزی را شما تشبیه بدید، یک تشبیه بیارزشی باشه، او را به مگس مثال میدی، او را به مورچه مثال میدی که اینا از نگاه شما چی هستند؟ حقیرن. وقتی که او را به چیز بزرگی مثال بدی، تعریف اون را بکن، او را به کوه تشبیه میدی، او را به ماه تشبیه میدی، او را به بلندی آسمان تشبیه میدی. پس مثال همیشه تابع چی هست؟ ممثل له هست. او کسی را که مثال میده به چیز خوب تشبیه میده به چیز بد. انتظار دارید که خدای عزوجل از خدایان شما تعریف بکند؟ خدایان باطلی که ارزشی ندارند اینها را به آسمان تشبیه بده؟ نه، اینا بی ارزشند، لذا به چیز بی ارزش تشبیه داده میشه. این جواب اونهاست. ان الله لا یستحیی. حیا ببین یه چیز فطری هست، خجالت کشیدن، حیا و یک عرض کنم صفت انفعالی هست. وقتی که از یک جمعی خجالت بکشیم این طبیعی هست، فطری هست.
بعد در اون جمع نمی رویم. خدای عزوجل از این نوع تأثیرات که یک تأثیری از بیرون بگیرد پاک است. پس خدا حیا نمی کند یا خجالت نمی کشد، معنیش چیه؟ معنیش عرض کنم معنی مجازیه، حاصل حیا، نتیجه حیا. شما یه چیزی را، یه حرفی میخواد بگید، اون حرف را خجالت میکشید نمیگید، لذا چکار میکنید؟ نتیجه میشه ترکش میکنید، نمیگید. پس نتیجه حیا چیه؟ ترکه. به این خاطر اینجا اهل تفسیر ترجمه میکنه ان الله لا یستحی ان لا یترک، خدا ترک نمیکنه. ان یضرب مثلا ما، اینکه بیان کند، بزند هر مثالی، بعوضتا فما فوقها، پشه یا بالاتر از پشه. ببین پشه یا بالاتر از پشه، بالاتر از پشه از چه جهت؟ از جهت حجم. یک معنی اینه، پشه خیلی ریزه، بالاتر از او، بزرگتر از او چی هست؟ بزرگتر از او مگسه. لذا پشه یا بالاتر از پشه مگس، یا اینکه بالاتر از او در حقارت، در کوچک بودن. مثال پشه بزن و بالاتر از پشه در کوچک بودن، یعنی از پشه هم کوچکتر باشه، مثل پر پشه. مثل پر پشه که در حدیث مثالش آمده که اگر دنیا به اندازه پر پشه پیش خدا ارزش داشت، کافر یک جرعه آب نمی نوشید. پس المراد بالفوقیه الزیادة فی المعنى الذي وقع التمثيل فيه. مراد از فما فوقها زیادت در اون معنایی که هست، مثلا و هو الصغر والحقاره. خب الله می فرماید ان الله لا یستحی، الله تعالی ترک نمی فرماید اینکه مثال بیان کند، هر مثالی، بعوضة فما فوقها، مثال پشه باشد یا بالاتر از پشه در کوچکی و در حقارت. فاما الذین آمنوا، اما وقتی که مثال گفته میشه مخاطب دو نوع هست، یکی منیب یکی معاند، یکی مؤمن یکی کافر. فاما الذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردن، فیعلمون انه الحق من ربهم، آنها یقین دارن، میدانن که این مثال حق است از جانب ربشان هست. و اما الذین کفروا، اما آنهایی که کفر کردند، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، کفار میگوین خدا چه اراده کرده از این مثال؟ هدف خدا چیه؟ چرا این مثال را ذکر فرموده؟ الله تعالی جواب میده یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. این حکمت مثاله، خیلی ها را به وسیله این مثال گمراه میکنه و خیلی به وسیله هدایت میشن. اونایی که نمیفهمند گمراه میشن، اونایی که میفهمند متوجه میشه، هدایت میشه. و ما یضل به الا الفاسقین، گمراه نمیگردانه به وسیله این مثال ها مگر فاسقین را، یعنی الخارجون عن حدود الایمان. الفاسقون الخارجون عن حدود الایمان. فاسقین کیا هستند؟ الله می فرماید الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونهایی که عهد خدا را شکستند بعد از پیمان بستن با خدا. ببینید همه بندگان عهدی دارند. در عالم الست، در وادی الست، اون زمانی که خدای تعالی ارواح را خلق فرمود، از همه ارواح خداوند پیمان گرفت، وعده گرفت که اول از اونها اقرار گرفت الست بربکم، اونها گفتند قالوا بلا. بلا در اون مبالغه هست که از نعم خیلی بیشتره. بلا تأکید بیشتری نسبت به نعم داره، یعنی حتما شما بدون شک شما رب هستید.
بعدا خداوند فرمود بروید در دنیا این فراموش نکنید، رب فقط من هستم. ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا الی آخره. لذا برای این من انبیا را میفرستم. این را خدمت شما ذکر کنم که درسته اون وعده بیاد هیچ کسی نیست، اما اثرات اون وعده در فطرت هر انسانی هست. به همین خاطر هر انسانی که متولد میشه بر همون فطرت متولد میشه، بعدن او را این طرف اون طرف میگردن. بنابراین بر هر انسان لازم هست که به اون فطرت برگرده، فکر بکنه. انبیا هم آمدن با دلایل اون اثبات میکنند. لذا بعد از این که انبیا آمدن یادآوری میکنن، اثبات میکنن، در بالاخره شیرازه فطرت تو هم هست، دیگه عذری وجود نداره. اینها که بعد از اینکه پیغمبران میآیند یادآوری میکنند و با دلائل متوجه هم میشوند، چون دلیل دیگه نداره، متوجه میشه که غیر خدا دیگه نیست، باز هم انکار میکنه، عناد میکنه، پس این پیمان را شکست. اون پیمان را چیکار کرد؟ شکست. الله میفرماید الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، آنهایی که میشکنند عهد و پیمان خدا را بعد از اینکه اون میثاق، اون پیمان را بستند، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و قطع میکنند آن چیزی را که خدا امر کرده آن را که وصل بکنند. اون رابطه با خدا است، توحید هست. و یفسدون فی الارض، و فساد میکنن در زمین. اولئک هم الخاسرون، این افراد خاسرن، زیانکار، اینها خساره دارین دارن، در هر دو دنیا اینها در خساره هستن. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. دلیل دیگه خدا ذکر میفرماید، حالا که خدای تعالی یادآوری کرد اون میثاق را، چطور شما انکار میکنید در حالی که خدای تعالی شما را نبودید به وجود آورد، زنده کرد و بعداً به شما حیات داد، به شما زندگی داد، بعد از این حیات دوباره موت میده. اینا را که باور دارید، قبول دارید، همون بخش اول را، آخر را انکار دارید، ولی این را بدانید بعداً به سوی خدای تعالی بر میگردید. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، چگونه با خدای عزوجل شما نسبت به خدا کفر میکنید، انکار میکنید، در حالی که ببینید و کنتم امواتا. حالا ببینید اونا خود خدا را انکار نمیکردند، تکفرون بتوحید الله. چی را انکار میکردند؟ توحید الهی را. لذا و کنتم امواتا، شما مرده بودید. اموات قبلا خدمت شما عرض کردم، انسان وجودی داشت ولی حیات نداشت. زمانی که نطفه بود، ای کنتم امواتا نوشته نطفا فی اصلاب آبائکم، تفسیر معالم نوشته نطفه بودی در صلب و کمر پدرهایتان. کنتم امواتا فاحیاکم، خدا شما را زنده کرد در دنیا. امتنا سنتین و احییتنا سنتین، هم توضیح دادیم همین دوتا موت و دوتا حیات. موت اول همین که انسان نطفه بود، حیات اول همین که انسان در دنیا زنده شد. ثم یمیتکم، سپس خدا دوباره شما را موت میده، همین موت دنیا، هر انسان میمیرد. ثم یحییکم بالحیات الاخرویه، آخرت شما را خدا دوباره زنده میکنه، در روز آخرت شما را دوباره زنده میکنه. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی خدای عزوجل شما برگردانده میشوید، یعنی به میدان حشر آورده میشوید و پاسخ میدید، جواب میدید. لذا این تمام مرحله را فکر بکنید، پاسخگویی و جوابدهی است. چطور کفر میکنی به توحید خدا؟
هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. علاوه از این دیگه خدا چه احساناتی داده به شما. وقتی که شما را در زمین زنده کرد، برای شما در زمین تمام برنامه ریزی حیات را هم فرمود. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. الله آن ذاتی هست که خلق فرمود برای شما همه آن چیزی که در زمین هست. همه آن چیزی که در زمین هست. ببین اینجا سوالی به ذهن میرسه که خداوند عزوجل تمام اون چیزی که در زمین است برای ما پیدا کرده، چرا بعضی‌ها را نمیتونیم بخوریم، بعضی‌ها را نمیتونیم استفاده بکنیم؟ وقتی همه برای ما هستند چرا نمیتونیم بخوریم؟ خیلی چیزا هستن حرامن، نه؟ گوشت خوک حرام هست یا نیست؟ درندگان، حیوانات، بقیه غیر از انعام. بس خلق لكم ما فی الارض جمیعا معنیش چیه وقتی که بعضی حرام هستند؟ جواب و پاسخش اینه الله تعالی همه را برای ما خلق کرده. اونهایی که برای ما ضرر هستند اونها را نمیخوریم، چه مضراتشون مضرات جسمانی باشه، چه مضراتشان مضرات اخلاقی و روحانی باشه. ضررشون چه جسمانی باشه چه اخلاقی باشه. همینطور خیلی چیزا حلال هستن برای شما ضرر هستن، شما نمیخورید. کسی که مریضی قند داره خب هیچ شیرینی نمیخوره، شکر نمیخوره، قند نمیخوره، شیرینی نمیخوره، مگه حرامه؟ نه، برایش ضرر داره. هر چیزی که ضرر داره، خاک یک چیز پاکی هست ولی ما نمیخوریم، برای ما ضرر داره. هر که میدونه ضرر داره هیچ که نمیخوره. بعضی چیز هستن که مضراتشون رو ما تشخیص میدیم. عرض کردم خاک پاک، روش نماز میخوانی، چرا نمیخوری؟ کسی بخوره درونش عرض کنم که گوارشش کلا از بین میره، داغون میشه. و خیلی ها هستن که مضرات اخلاقی دارند. انسان بخورد یک سری آثار سوئی در اخلاقش، در روحیاتش باقی میماند. لذا الله تعالی ضررها را تشخیص میده. او که خلق کرده اون تشخیص میده که کدوم ضرر کدوم نفع. لذا هر کدوم که نفعه، الان زهر کشنده هست یا نیست؟ هیچ که نمیخوره، اما در بسیاری از داروها چی میشه؟ استفاده میشه، بعد زهره، نه؟ پس وقتی که منفعت باشه میخوریمش، ضرر باشه نمیخورینش. حالا نفع و ضرر را عرض کردم، هم نفع و ضرر جسمانی را هم نفع و ضرر اخلاقی را الله تشخیص میده. به این خاطر هرچی که خدا بگه بخورید میخوریم، هرچی که دستور بده و بفرماید نخورید نمیخوریم. شراب را میگه نخورید، خنزیر را میگه نخورید، نمیخوریم. میگویند کسانی که خنزیر میخورند بی حیا میشن. از نظر اخلاقی چی میشن؟ بی حیا میشند. هیچ حیایی، قطره از حیا در وجودشون باقی نمیماند. هیچ چیزی به نام حیا نمیماند. پس به این دلیل هست هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، برای ماست، اما بعضی ها را به صورت دیگه، بعضی ها را به صورت دیگه استفاده میکنیم. ثم استوى الى السماء، بعدا الله عزوجل به سوی آسمان قصد کردن. فسواهن 7 سماوات، برابر کردن یعنی خلق کردند اونها را به 7 آسمان. و هو بكل شیء علیم، او الله به هر چیز علیم هست، دانا هست، او بهتر میداند. عرض کردم خدمت شما که ترتیب خلق آسمان و خلق زمین به چه صورت هست. اول عرض به خدمت شما که زمین، بعدن آسمان و بعدن
دحو زمین، خزائن زمین، ما یحتاج زمین و اهل زمین، ما یحتاج انسانها، حیوانات، عرض کنم بقیه، همه اون چیزی که در زمین است الله تعالی اونها را گذاشت. فسواهن معنی تسویتهن تعدیل خلقهن، خداوند برابر اونها را خلق کرد و اخلائه من العوج والفتور و اتمام خلقهن. دیگه تو اون آسمان برابر، یعنی هیچ نوع کجی نیست، هیچ نوع پاریدگی نیست، هیچ نوع شکافی وجود ندارد. و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. ببینید الله عزوجل فرمود، الان ربط آیه را با گذشته میخوام عرض کنم. یکی اینکه الله تعالی فرمود در اول رکوع الذی خلقکم والذین من قبلکم، هم شما را آفرید هم گذشتگان شما را. حالا اون والذین من قبلکم اولینی که آفرید که بود؟ آدم بود. لذا الله تعالی اون را توضیح میده، والذین من قبلکم از آدم شروع میشه، ابتدا آدم را آفرید. و دوم در همین آیه گذشته شما خواندید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، هیچ نبودید، فاحیاکم، چطور زنده کرد شما را. این یکی از نمونه های احیا هست. پس ربطش هم با آیه نزدیک هست هم با آیه دور هست. الله تعالی گذشتگان ما را وقتی که خلق فرمود، چطور خلق فرمود؟ ابتداءً این را من خدمت شما عرض بکنم مقدمتاً که قبل از خلقت ما انسانها و جد امجد ما سیدنا آدم هزاران سال پیش این زمین و آسمان پیدا شده بود. الله تعالی در آسمان فرشتگان را خلق کرد، در زمین هم فرشتگانی هستند. فرشتگان بسیاری از اهل تفسیر معتقدند که فرشتگان زمینی غیر از فرشتگان آسمانی هستند. فرشتگان زمینی همیشه در زمین هستند، وظایفشون در زمین هست. اینهایی که با ما هستند و از ما محافظت میکنند اینها فرشتگان زمینی هستند. اینهایی که هر وقتی که بندگان خدا، چون در احادیث اشارات مختلفی هست، و بندگان خدا حلقه های ذکر تشکیل میدهند، حلقه های تعلیم تشکیل میدهند، حلقه های ایمانی تشکیل میدهند و فرشتگان اینها را محاصره میکنند، احاطه میکنند. اینا همه فرشتگانی هستند که در همین زمین هستند، اینجا گشت و گذار دارند، اینجا انسانها را میپایند، تفقد میکنند برای منافع انسانها، مأموریتشون در زمین است. پس اینا هیچ وقت به آسمان نمیره. لذا فرشتگان را که خدای عزوجل خلق کرد از ماده لطیف نور، این فرشتگان هم در آسمان هستند هم آسمانی هستند. اونایی که آسمانی هستند وظایفشون اونجا هست و اینهایی که زمینی هستند وظایفشون اینجا هست. و بعضی هستند که رفت و آمد دارند، در تردد هستند، از اونجا میاند و میرند. اما علاوه از فرشتگان، بعد از فرشتگان الله عزوجل این فرشتگان را که عرض کردم از ماده لطیف که خلق فرمود، هیچ چیزی را به عنوان غالب در اونها نگذاشت که اونها بر یک فطرت، لذا اونها سلیم الطبع هستند، سلیم الفطرت هستند، هیچ وقت در اونها شرارت چیزی وجود ندارد. بعد از فرشتگان جنات را خلق فرمود. جنات را که خلق فرمود الله تعالی از ماده نار و هم از کنم که مواد چارگانه خلق فرمود، اما آتش را، عناصر چارگانه، اما آتش را غالب فرمود. به خاطر این غلبه آتش عرض کنم که شرارت در اونها چی هست؟ غالب هست. فرشتگان جنات را در زمین خدا قرار داد، اما در اون زمان عرض کنم که زمین و آسمان رفت و آمد، هیچ مشکلی نداشت.
راحت اهل زمین آسمان می رفت، اهل آسمان زمین آمده، این دو مخلوق بودند. جنات اونجا هم می رفت، اما جنات در این دنیا فساد کردند، خون ریزی کردند و مشکلات ایجاد کردند. خداوند به فرشتگان دستور داد که تمام اینایی که فساد کردند و معصیت کردند اینها را به کنار بزنند. فرشتگان جنات را زدند، به جزایر راندند، از مرکز زمین بیرونشون کردند. بعدا خدا این همه مقدمه هست برای اون خلیفه‌ای که الله عزوجل در زمین خلق می کند. الله تعالی بعد از اون به فرشتگان اعلام فرمود که من میخوام در زمین خلیفه‌ای پیدا کنم. حالا فرشتگان نظر خودشون را دادند. بینید اگر بحث عبادت، ما هستیم نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، و بعد قیاس کردن بر جنات، اونها که بیان دوباره فساد، دوباره قتال، دوباره درگیری، لذا ما هستیم. اما الله تعالی فرمود نه، من میدانم شما نمیدانید. بنابراین الله عزوجل انسان را خلق فرمود، آدم را خلق فرمود، آدم را از خاک و از عناصر اربعه خلق فرمود، اما خاک را در اون غالب قرار داد. الله می فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، زمانی که الله به ملائکه فرمود من قرار دهنده هستم در زمین خلیفه. بعضی خلیفه را تفسیر می کنند که یخلف بعضه و یخلف غیره و یقوم مقامه، من یخلف غیره و یقوم مقامه، یعنی هر یکی میاد جانشین دیگری میشه، هر یکی میاد جایگزین دیگری میشه. لذا فرمود که من خلیفه قرار میدهم. فرشتگان با قیاس بر جنات گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این به صورت استفسار بود، به صورت سوال بود، به منظور اعتراض یا حسادت و غیره نبود. آیا شما قرار میدید اونهایی را که فساد کنند در زمین و خونریزی بکنند؟ و اگر هدف عبادت است و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما در حال حاضر تسبیح و حمد شما را میگوییم و در آینده هم ما تقدیس و پاکی شما را بیان میکنیم، همیشه آماده باش هستیم. اما الله عزوجل فرمود قال انی اعلم ما لا تعلمون، همانا من میدانم آن چیزی که شما نمیدانید. حالا ببینید این جواب اجمالی بود، جواب اجمالی و حاکمانه. خدا حاکم است، احکم الحاکمین است، هر کاری بخواد میکنه. اما یک جواب تفصیلی و حکیمانه هست. خداوند اون جواب تفصیلی و حکیمانه را بعد از این ذکر میکنه و علم آدم الاسماء، این جواب حکیمانه و تفصیلی هست. ببینید خداوند عزوجل اصل انسان را برای زمین خلق کرده، آدم را برای زمین خلق کرده. اون که به بهشت برد موقتا به بهشت برد. وقتی که برای زمین خلق کرد خواص زمینی بهش داد. این که علم تعلیم داد به معنی چیه؟ این علم فطری هست، یعنی در فطرتش گذاشت. یه وقت اعتراض نشه که خداوند عزوجل به یک گروه تعلیم داد، به آدم تعلیم داد، به یک گروه دیگه به فرشتگان تعلیم نداد. خب اینا برابر نیستند، اینا با هم برابر نیستند. یکی تعلیم داده یکی غیر تعلیم داده. نه، الله عزوجل چون برای باشندگی زمین او را پیدا کرده بود، به او فطرتی داد، به او آموزش داد. اون چیزی که در زمین هست بر اساس او به او فطرت و آموزش داد و این در فرشتگان وجود نداشت. لذا بر اساس فطرت بعداً
از آدم پرسید، آدم جواب داد، فرشتگان جواب ندادند. فرشتگان متوجه شدند که مال این زمین و خلافت در این زمین و کارهایی که در این زمین باید بشه مال این هاست. مثلا انسان دارد، فرشته ندارد. انسان گرسنگی داره، فرشته اصلا نمیدانه گرسنگی یعنی چه. انسان شهوت دارد، انسان غضب دارد، انسان تمام این چیزهایی که عرض کنم در فطرت هر انسان است، اصلا فرشته اینا رو متوجه نمیشه چون در فطرتش وجود. حالا این چیزها چی بودند؟ چون در تفسیر در قرآن نیامده، الان در تفسیر چیزهای نوشتند، همه ظنی هستند، بر اساس گمان هستند. ما معتقدیم، قبلا من گفتیم خدمت شما، ابهم ما ابهمه الله. بعضی میگن نمیدونم نان و ملاقه و فلان، نه، اینا تو قرآن نیامده. وقتی که قرآن ذکر نکرده نیازی به ذکرشون نیست. فقط همین قدر از قرآن مفهوم است که خدای عزوجل در فطرت آدم چیزهایی گذاشت که بعداً از آدم پرسید، او بلد بود چون در فطرتش بود. فرشته بلد نبود. حالا یه چیزی در فطرت شماست، در فطرت این دیوار نیست. وقتی که به شما بگیم شما متوجه میشید، اما این دیوار متوجه نمیشه. شما میدونی سردی یعنی چه، گرمی یعنی چه، حرارت یعنی چه، برودت یعنی چه، گرسنگی یعنی چه، تشنگی یعنی چه، شیرینی، تلخی، چون با اینها چی دارید؟ سر و کار دارید. و اما بقیه نمیدانند. بنابراین الله عزوجل اینها را در فطرت آدم گذاشت، خواصی که مال انسان برای باشندگی در زمین. وعلم آدم الاسماء كلها، تعلیم داد به آدم همگی را. این کلها استغراق حقیقی نیست، اضافیه. تمام اون چیزایی که در دنیاست نخیر، بلکه کل به اعتبار ما یحتاج، اون چیزی که نیاز داشت، اون چیزی که آدم نیاز داشت. ثم عرضهم على الملائکه، سپس بر ملائکه اونها را عرضه کرد. حالا مراد از اسما چیه؟ علامه علوسی نوشته، تعیین نکرده. المراد بالاسماء صفات الاشیاء و نعوتها و خواصها. صفات اشیاء، خواص اشیاء، چیزهایی که مرتبط به اشیاست. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، به من خبر بدهید این اسمایی که به شما میگویم، یعنی خواص اینها را بگید، برای چی هستند، چه کار میکنند، به چه درد میخورند، اگر راست میگید. اگر راست میگید که ما کافی هستیم. اونها متوجه شدن. ببینید اصلش اینجا یک نکته دیگری را از این آیه بگیرید. اون نکته دیگه این است که فرشتگان فکر میکردند که برتر هستند از این جهت که اونها عبادت میکنند. نسبح بحمدک و نقدس لک، عمل دارند. عمل بالاخره انسان را صاحب فضیلت میکنه، اما اون اندازه که علم انسان را صاحب فضیلت میکنه عمل نمیکنه. پس وقتی علم و عمل یک جا بشه انسان به کجا میرسه؟ پس فرشتگان این بحث را مطرح کردند که ما عمل میکنیم. الله تعالی برتری آدم را از چه جهت ثابت کرد؟ علم. پس مدار فضیلت انسان علم است. به همین دلیل در دنیا هم انسان ارزش داره با چی داره؟ با علم داره. الله می فرماید وقتی که به فرشتگان گفت خبر بدهید نتونستن، حالا اقرار کردن. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، بار اله تو پاکی، برای ما علمی نیست مگر همان چی که تو به ما تعلیم دادی. انک انت العلیم الحکیم، همانا تو هستی دانا و هر کارت با حکمت است. لذا الله عز وجل به آدم فرمود قال یا آدم انبئهم باسمائهم، ای آدم حالا تو خبر بده به اسماء، این نام ها، این صفات، خواص. فلما انبأوا باسمائهم، وقتی که آدم خبر داد به اون اسماء و به اون صفات،
الله عزوجل به فرشتگان اعلام کرد ای بندگان فرشته من قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض آیا من به شما نگفته بودم که من مغیبات آسمان ها و زمین و مخفیات آسمان ها و زمین را میدانم؟ این از اون مسائل مخفی هست، ظاهر نیست. من میدونم راز چیه و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون و من میدانم اون چیزی که شما ظاهر میکنید شما مخفی میکنید، اما شما از آنچه که من میدانم خبر ندارید. لذا فرشتگان اقرار کردند. آدم علیه السلام آنطوری که الله عزوجل خواست متولد شد و خلق شد و درست شد. صدق الله العظیم.